امینجان سلام. سلام. صدای من آقا من داری؟ آره صداتو دارم. سلام. ارادت. این گوشی رو افقی کنم بهتره نه؟ نه، عمودی بهتره امینجان. عمودی بهتره؟ عمودی بهتره، باش. آره. خب منم بزنمش سلام اینجا. عرض میکنم خدمت همراهان ما در کانال و در واقع صفحه آقای آشورپور. در خدمت آقای امین حسنپور هستیم که حتما معرف حضور علاقمندان فرهنگ و هنر در گیلان هستند. آقای حسنپور کنشگر فرهنگ گیلان هستند، پژوهشگر زبان گیلکی هستند و روزنامه‌نگار مستقل. این کلمه روزنامه‌نگار مستقلم اطلاقش این روزها خیلی سخت شده، ولی خب آقای حسنپور به تمامی و کمال شایسته این عنوان هستند. همینجا قبل از اینکه من پرسش‌های خودم رو مطرح کنم، اگه برای شروع نکته‌ای داری، سلامی می‌خوای بفرمایید در خدمت هستم. سلام آرین جان، خیلی ممنونم که این فرصت رو به حال به وجود آوردی که با هم حرف بزنیم. من فقط چند تا نکته رو فکر کردم لازم هم اول بگم. یکی این که خب موضوع بحث ما، موضوع گفتگوی امشب ما درباره موسیقی و ترانه گیلکیه، ولی خب به فارسی انجام میدیم برای اینکه یه بخشی از کسانی که این گفتگو رو دنبال میکنن اساساً ممکنه با زبان گیلکی آشنا نباشن و خب دایره طرفدارای آشورپور خیلی بیشتر از گیلان و زبان گیلکیه. به همین دلیل ما این رو فارسی پیش میبریم با توافق هم. نکته دومی که من خیلی خوشحالم این گفتگوی فرصتی هم از خیلی از دوستان و آشنایان و نزدیکان خودم رو که مدت‌هاست ندیدم احتمالاً امشب آنلاین میشن که حالا حداقل اونا منو میبینن، منم احساس میکنم که دارم اونا رو میبینم. به همشون سلام میگم و امیدوارم که هر جا هستن حالشون خوب باشه. خیلی خوشحالم که شما رو دارم، خیلی هم مخلصم زرکن. و یه نکته دیگه هم این که امشب احتمالاً ما راجع به آشورپور و فرهنگ گیلکی و ترانه حرف میزنیم، اما من تخصصی در حوزه موسیقی واقعا ندارم و اگرم چیزی میگم در واقع با یه نگاه انتقادی به فرهنگ و یه نگاه اجتماعی به فرهنگ و برمیگرده به فعالیتام تو حوزه زبان و ادبیات گیلکی. به همین دلیل سعی میکنم تو حوزه تخصصی موسیقی خیلی حرفایی نزنم که در واقع بعد نتونم در واقع پاش بیستم، برای اینکه خب سوادو ندارم. تا جایی که بتونم سعی میکنم به سوالات در حد سواد خودم، توان خودم جواب بدم و به همین دلیل هم ممکنه حالا اگر جای اشتباهی چیزی از من سر زد، خیلی دوست دارم که حتما دوستان یادآوری کنن و حالا بعدا نمیدونم الان ممکنه یا بعدا ممکنه که اصلاح بشه. همین. خیلی ممنون ازت. منم یه نکته ای رو لازمه در ابتدای کار توضیح بدم. اونم اشتباهی بود که یعنی یک نقصی بود که ما در پوستر اعلان برنامه داشتیم. من بعد اونجا می نوشتم که میزبان آروین ایلبگی و میهمان امین حسنپور، که اینجوری فکر نشه که من و امین قراره با یک حجم صحبت کنیم. من در واقع پرسش میکنم و قراره بیشتر حرفای امین رو بشنویم. از این جهت ما در خدمت امین هستیم که بیشتر حرفای ایشون رو بشنویم. من فقط میخوام پرسش ها رو مطرح کنم و کمتر حرف بزنم امشب. خدمت شما عرض کنم که امین جان، برای اینکه در واقع روندی که شاید در عنوان پوستر هم گذاشته شده هم رعایت کنیم، از کلیات و از جغرافیا شروع کنیم اگه موافقی، و بعد به خود آقای آشورپور و بحث موسیقی و ادبیات و غیره برسیم. میخوام اگه در ابتدای کار اگه امکان داره برای ما یه تصویری بدی، به خصوص برای اون قسمت، اون دسته از همراهان ما که گیلانی نیستن یا گیلانی هستن و شناخت دقیقی نسبت به گیلان ندارن، یه تصویری بدید از جغرافیای فرهنگی بی پیش یا در واقع مناطق شرقی سپیدرود در گیلان، که اینا حوزه‌های اصلی این جغرافیای فرهنگی چی هستن و به چند دسته میشه یا به چه بخش‌هایی میشه اینا رو تقسیم کرد. مرسی. باشه، من میتونم چقدر میتونم پرحرفی کنم فقط درباره هر سوال؟ یه تایم کلی هم به من بدی بد نیست. به نظر من اصلا هیچ محدودیتی برای خودت قائل نشو، چون این برنامه هر کس هم خسته شد و از ما جدا شد در نهایت سیو میشه و میتونن بعدا مراجعه کنن اگه دوست داشتن بشنون. ما هستیم در خدمت بسیار شما. خب، چون یه فرصتی هم هست من این سوالم چون برای خودم هم خیلی جالبه، یه مقدار سعی می‌کنم مفصل درباره این توضیح بدم و از شرق گیلان هم یه مقدار بیرون میزنم برای اینکه
یه سری اشتباهات تکراری هم هست تو گفتن درباره جغرافیای فرهنگی، جغرافیای قومی و جغرافیای زبانی تو گیلان که فکر میکنم حالا این نگاهی که من دارم حالا اونقدر غلط نباشه و بتونه کمک کنه به یه تحلیل درست از وضعیت همین جغرافیایی تو گیلان. ببینید، اولا که ما اون چیزی که به نام استان گیلان در واقع بر اساس جغرافیای سیاسی میشناسیم، خب یه محدوده‌ایه که مشخصه تو نقشه‌هام اومده و اینم طی تاریخ تغییر میکنه، یعنی و کرده. یعنی مثلا رامسر زمانی جزو استان بود، الان نیست و تغییرات این شکلی. ما این تغییرات جغرافیای سیاسی استان گیلان یه لحظه اگه نادیده بگیریم، کلمه گیلان در زبان مردم گیلان و مازندران معنی در واقع خودش رو داره که بعدها اسم استان گیلان از اون گرفته شد. به طور مشخص مخصوصا نه مردم طالع در غرب استان گیلان زندگی میکنن، بلکه مردم گیلکی زبان در مازندران و گیلان، دست کم تا چالوس رو من خودم دیدم، به جلگه گیلان، به جلگه استان گیلان و مازندران تو این محدوده میگن گیلان یا گیلون یا گیلون. حالا این طیف گویشیه که از گیلان تا گیلون شروع میشه. در واقع یه کسی که دامدار گالشه و تو ارتفاعاته، اگه بگه من میخوام برم گیلان، منظورش جلگه است. یعنی این منطقه‌ای که حالا انزلی توش هست، لاهیجان تا حدودی توش هست، رشت هست توش، رامسر هست و در واقع در مقابل این کلمه جورا یا یلاق بوده که ارتفاعات بوده. حالا این چرا مهمه؟ به این دلیل که ما در واقع اینجا باید اون مرز شرقی استان گیلان یه لحظه نادیده بگیریم به لحاظ فرهنگی، چون ما یه پیوستگی فرهنگی زبانی تا حدود چالوس داریم و این پیوند فرهنگی و تاریخی و اقتصادی باعث شده حتی همین الان هم خیلی از باغدارا برای فروش محصول باقیشون یا برای خرید عیدشون یا برای رفتن به بیمارستان به سمت رشت یا لاهیجان اگر نزدیکتر بخوام بیان حرکت میکنن. این یه پیوندیه که وجود داشته. در واقع ما اگه بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم مردم این منطقه، من موقتا مردم تالشی زبان رو راجبش صحبت نمی کنم برای اینکه اون در واقع یه سری ویژگی‌های مختص خودش داره، میشه راجبش حرف زد، ولی به طور کلی از این مناطق همین رضوانشهر به این طرف ما بریم تا چالوس، از ارتفاع تا جلگه ما با 3 تا لایه تاریخی، فرهنگی، اقلیمی، تولیدی مواجهیم. در واقع ما 3 تا گروه داشتیم قبل از اینکه وارد زیست معاصرمون بشیم: گالش، کلایی و گیلمرد. گالش ها کسانی بودن که در ارتفاعات زندگی میکردن، دامداری شغل اصلیشون بود و کوچنشین بودن، یعنی باید توی 2 فصل مختلف از سال جابجا میشدن و محصولات اصلیشون هم محصولات دامی بود. اینها فرهنگ شبانی داشتن و در واقع مناسبات طایفی و عشیره‌ای توشون خیلی دیرتر از بقیه مناطق گیلان مزمحل شد توی تغییرات مدرن. مرحله دوم کمی پایین‌تره، در واقع مناطق کوهپایه‌ای و جنگلی و پایین‌ترن که به لحاظ زیستی دیرتر برای انسان قابل سکونت شد و زودتر از جلگه قابل سکونت شد برای انسان و اونجاست که در واقع زیست یک جانشینی کشاورزی اما مبتنی بر کشاورزی دینی شکل گرفت. گندم و جو مهمترین محصولاتش بودن که به اینها میگفتن و میگن کلایی. کلایی با گالش فرق داره. معمولا تو شهر مردم همه اون کسانی که از جلگه بالاتر زندگی میکنن میگن گالش یا تالش، که اینها اصلا با هم تفاوت داره. گالش اسم یک نوع در واقع مربوط به یک شکل زیست تولیدی اجتماعی و بعد کلاییه و بعد گیلمرد در واقع آخرین مرحله است که تو جلگه دیرتر از 2 قسمت دیگه، دقیقاً اگه عمودی از البرز به پایین بگیریم، ممکن شد برای انسان که توش زیست بکنه. اول در حاشیه رودخانه ها بود تا بعد بتونه در واقع به توان تولیدی مناسب برسه، بتونه کشت آبی رو در واقع پیش ببره که کشت برنج خیلی موثر بود در گسترش زیست توی جلگه و همین مفهوم گیلمرد شکل گرفت. زندگی مبتنی بر کشاورزی یک جانشینی اما آبی که نیاز به یک تکنیک‌های بیشتری برای زهکشی از زمین داشت. در نتیجه ویژگی‌های خودش داره، شهرنشینی خودش داره، شکل روستاش متفاوت شده از ارتفاعات. ما تو این 3 لایه 3 گونه زبانی مختلف داریم که از یک زبانند. زبان گیلکی که حالا اینها رو در واقع با اسامی مختلف میگن و حالا حساب بکنید همین 3 لایه رو از در راستای عمود بگیرید. حالا افقی محور افقی اگه بکشیم از در واقع غرب گیلان تا چالوس
هرچی از ارتفاعات که پایین میایم، رودخانه ها از پسیخان گرفته تا سفیدرود، پلورود، نوشا تو دره در واقع نوشا طرف رودبار، اینها در راستای افق هم روی محور افقی هم یک گسستایی به وجود آوردن. این گسستا برای انسان تو دوره‌های گذشته خیلی مهم بوده، برای اینکه تونسته لهجه‌های مختلف رقم بزنه و گیلکی رو هر چقدر ما تو جلگه میایم تکثر لهجه‌ها خیلی بیشتر و تفاوتشون بیشتره و رودخانه‌ها خیلی توش نقش داشتن و البته مسائل دیگه از جمله ترکیب در واقع زمینداری تو دوره ارباب رعیتی که خب اینا موثر بوده روی شکل‌گیری بلوک‌های زبانی توی زبان گیلکی. من میخوام اینو تصویر رو بدم فقط از بالا به پایین، از غرب به شرق، که ما با یه همچین چیزی طرفیم. حالا در طول تاریخ دو سوی سفیدرود دو شکل مختلف از در واقع فرایند شکلگیری قدرت و ثروت پیش رفته. در غرب گیلان فومن به عنوان شهر قدیمی مرکزیت داشته و تونسته توی دوره‌های در واقع انباشت قدرت و ثروت تو شکل بگیره و مرکزیت اون چیزی که ما بهش میگیم بپس و تماما غرب گیلان واقعا نیست. یعنی ما هر وقت میگیم غرب گیلان انگار مثلا مناطق تالش نشین تا آستارا رو حذف می‌کنیم، ولی منظور اون قسمتی که بپیش و بپیش که بپس و بپیش که اون ب یا بیه در واقع رودخانه است و مبنای تقسیم بندی این دوتا منطقه است و تو این تقسیم بندی ما یادمون باید باشه هنوز مرکزیت رشت وجود نداره. بنابراین ما وقتی از بپس و بپیش حرف میزنیم در واقع از مناطق آن سوی سفیدرود با مرکزیت حرف میزنیم و از مناطق این سوی سفیدرود با مرکزیت لاهیجان حرف میزنیم که دو شهر قدیمی بودن که توی منطقه بودن. مناطق بینی اینها که دو سوی سفیدرودن و بسیار حاصلخیز بودن از نظر کشاورزی و در نتیجه جنگ‌های بسیار زیادی روشون اتفاق می‌افتاد. از جنگ‌های داخلی تو هر دو بلوک قدرت که با هم درگیری‌های داشتن جابجا می‌شد. یعنی ما وقتی میگیم به پیش اینجا یه خورده رو مرزش بحث زیاده. اما خب در واقع حتی لاهیجان، کوچ اصفهان، اینها هم لشت‌نشا و کوچ اصفهان هم به لحاظ زبانی و فرهنگی تقریباً به پیش در واقع جزء به پیش حساب می‌شدن. منتها خب مرکزیت رشت کلا این معادله و این تصویر رو دستخوش تغییر کرد. در واقع مثل یک گوی خیلی سنگینی که روی یه صفحه‌ای تو بذاری و فرو رفتگی ایجاد کنه و پیرامون خودش رو به سمت خودش بکشه، در واقع مرکزیت رشت تونست مدار دیگه ایجاد کنه و حالا فومن به دلایل توی انزوا رفت به لحاظ اقتصادی و شرق گیلان در واقع سرنوشت دیگه پیدا کرد و این وسط چه به لحاظ زبانی، یعنی اینجا ما یه اتفاق زبانی توی اون طیف لهجه ها داریم که ما میتونیم اصلا اینو ببینیم. یعنی لهجه های از آبکنار، کسما، زیابر همینجور اگر ثبت کنیم تا چالوس، تو منطقه رشت ما یه در واقع یه جور گسستی داریم که این داستان خودش داره که اصلا بحث زبانه، اونو بگذاریم. حالا ما اینجا وقتی به پیش میگیم منظورمون میتونه تا چالوس باشه، اما در واقع اونجا باز یه اتفاقاتی میفته که در واقع باید به دو قسمت تقسیمش کرد. اما خب از این ور معمولا تا سفیدرود رو میگیرن. این محدوده اگه ما به لحاظ فرهنگی و هنری بخوایم تقسیم بندی بکنیم میشه بر اساس همون تقسیم بندی سگانه پیش رفت. متاسفانه ما چون تو موسیقی گیلان واقعا حالا میرسیم به این بحث پژوهشی نداریم که روی این موضوع کار کرده باشه. پژوهشگری که سواد موسیقی داشته باشه، نه مثل من که فقط میتونم بر اساس نشانه‌های زبانشناسی یا جامعه شناسی یا تاریخ اقتصادی این حرفا رو بزنم. چون اینو نداشتیم ما نمیتونیم موسیقی منطقه رو به اون لحاظ تقسیم بندی کنیم. اما موسیقی ما چون به هر حال به صورت فولکلور ثبت شده نسبت مستقیم با کار و زندگی داره. در نتیجه شما میتونید تفاوت این زیست شبانی، زیست جنگلبانی، در واقع زیست توی جنگل و یک جانشینی کوهپایه ها و زیست گیله‌مردی تو ترانه ها ببینید، تفاوتاشون هم ببینید. و از اون طرف بنابراین ضمن اینکه ما تو همین تقسیم بندی داشته باشیم چیزهایی از گذشته به ما رسیده که موسیقی کار بوده و موسیقی در واقع کودک و موسیقی لالایی. اینها خیلی جالبه. اون سه مرحله رو شما در نظر بگیرید جالبه، انگار خیلی از اینها در واقع منتقل شدن، تغییراتی کردن. خیلی از دوبیتی ها، آوازها، لالایی ها، یعنی شما نمونه ای رو توی دیلمان ممکنه بشنوید بعد بیاد توی مثلا تو بیجار سرخوندگی توی زیاور یا توی آبکنار هم چیزی مشابه اون رو ولی با دیگه با ویژگی‌های گویشی اون منطقه و اضافه ها و کم های مناسب دوران خودش میتونید دوباره بشنوید. ولی
این تغییرات میگم یه خورده اونقدر در همه جهت ها بوده که تقسیم بندی کلاسه بندی شده ما نداریم واقعا. در واقع لازمش اینه که من از خودم یک تقسیم بندی در بیارم و این تقسیم بندی رو من در واقع به این معنا نمیتونم انجام بدم. تقسیم بندی که من براش قائلم در واقع اون بخش از موسیقی فولکلوری که برای ما از این سه نوع زندگی تولیدی باقی مونده و موسیقی گیلکی که در واقع بعد از مشروطه به ویژه بعد از دهه 20 برای ما به یادگار موند و دهه 50 با در واقع اون اوج موسیقی پاپ به پایان خودش میرسه که این آمیخته ای از آنچه که ما به صورت فولکلور از گذشته از این تاریخ خودمون داشتیم بوده، به علاوه عوامل فرهنگی همون روز که توسط صدا و سیما، رادیو، تلویزیون در واقع و استودیوهایی که تازه داشت شکل می‌گرفت و موسیقی غربی به وجود آورد که آشورپور یکی از این مجموعه محسوب میشه که حالا تو همون مجموعه هم جایگاه خاص خودش رو داره و تفاوت‌های زیادی داره با بقیه. و در واقع بعد از انقلاب که ما اصلا اساسا من دیگه اینجا اینو تمام می‌کنم، فقط می‌خواستم بگم که نگاه من به این منطقه اینطوریه. بله مرسی. من ازت میخوام که یه ذره دوباره عقب برگردیم، یه ذره بر دیلمان زوم بکنیم. دیلمان چرا برجسته میشه توی این جغرافیا؟ آیا به خاطر مرکز قدرت بودنشه یا اینکه علاوه بر مرکز قدرت بودن یه مرکز فرهنگی هم به خاطر اون قدرت شده بود، یا اینکه اصلا روی کردی که در دوره مدرن برای بازیابی یا یافتن نشانه‌های فرهنگ موسیقی تو منطقه شده بر دیلمان منطبق شده یا و دیلمان رو برجسته کرده؟ دلایل این برجستگی چیه؟ ببین من اول یه توضیح راجع به دیلمان بدم. ما یه تمدنی داریم که ازش حرف زده میشه. دیلمان یه خورده در واقع به صورت نمادین پررنگ شده توی این مجموعه، اما اون مجموعه تمدنی که ما ازش حرف میزنیم و توی اینترنت هم میبینین عکسای جام مارلیک و چه دست به دست میشه که حالا تو بحث عمدش هم بهش میرسیم، این مختص دیلمان نیست. در واقع دیلمان اون چیزی که ما الان امروزه به عنوان دیلمان که اخیراً شهر هم شده و در اون تحولات خیلی زیاد داره اتفاق میفته میشناسیم، معرف اون چیزی نیست که ما از موسیقی کوه در گیلان داریم. مثلا روستای عین شیخ روستاییه که شاید بگم تعداد بسیار زیادی از کسانی که توی موسیقی محلی ما فعال بودن در دوره‌های گذشته، در یک قرن گذشته، از اون روستا آمدن یا جاهای دیگه. میگم بنابراین دیلمان اینجا بیشتر نمادین شده، مخصوصا به خاطر در واقع اشتراک نامش با اون عنوان دیلم و دیلمی که در تاریخ خیلی تکرار شده. ولی اون چی که ما به عنوان تمدن میشناسیم، اونطور که آقای دکتر عظیمی توی مجموعه مقالاتش با عنوان گیلان ریشه ها هم به درستی توضیح داده بر اساس آزمایش‌های میدانی، در واقع مشاهدات میدانی، نه آزمایشات، مشاهدات میدانی و در واقع مطالعاتش میگه ما یکی از حوزه‌های تمدنی که ازش نشانه‌هایی داریم و به نام‌های تمدن دیلمیان، تمدن دیلمان یا گاهی تمدن املش ازش نام برده میشه، در واقع باید این رو گفت تمدن مارلیک دیلمان، مارلیک خط تیره دیلمان، که حالا دلیلش رو اون حوزه‌هایی میدونه که کشفیات ما اونجا اتفاق افتاده و ما بدونیم که هنوز پیدا کنیم که شهری به معنای امروزی اونجا شکل گرفته، چون هنوز فعلا روی این بحثه. یعنی آقای عظیمی حرفای میزنه این مورد یه خورده رو اون بحثه، یعنی نه اون چیزی که ایشون میگن به نظر من درسته که اساسا ما تاریخ شهر اونجا نداشتیم، نه اون چیزی که منتقدین ایشون میگن که در واقع دلایلی رو میارن برای اینکه بگن نه ما شهرهای خیلی بزرگی داشتیم. ولی به هر حال اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم. اون حوزه تمدنی مارلیک خط تیره دیلمان به این دلیل که کشفیات این حوزه تمدنی و به حالا یه تمدن دیگه هم منطقه تالش بود که حالا اون بحث شده، کشفیات مثلا قاچاق این محدوده توی بازار شهر املش فروخته میشد و توی حراج‌ها و بازار عتیقه نام املش، الان شما مثلا تو سایتایی که تو دبی خیلی حراجی‌های عتیقه برگزار میکنن، اگه نام املش رو سرچ کنید خیلی بیشتر به نتیجه خواهید رسید، یا با اینکه مثلا بنویسید مارلیک مثلا، این نام به لحاظ تجاری و تاریخی دیگه جا افتاده و املش هم خود منطقه قشلاقیه که یلاق اون به لحاظ تاریخی خیلی قدمت و اعتبار داره. یه دونه روستای امام خودش اصلا انباری از تاریخه، مخصوصا در دوران ارباب رعیتی. بنابراین اون دیلمان یه خورده به این لحاظ نمادین شده، ولی کل این منطقه دشت دیلمان، شاهجان، وسمجان، منطقه اشکورات
مخصوصا اشکالات هم از این جهت چیزایی داره که مثلا میگم ما همین رعنا رو بخوایم پیگیری کنیم باید در اون منطقه پیگیری کنیم. اینها یک فرهنگی وجود داشته که در اونها خب مطرب نقشی داشته برای خودش در جامعه، مخصوصا تو عروسی‌ها، مخصوصا تو مناسبات ارباب رعیتی، و اونها مهمترین ابزار انتقال این موسیقی محل به محل و روستا به روستا بودن و خیلی از ترانه‌های قدیمی حتی نام این جاده‌ها، مسیرها، از جمله خود ترانه رعنا، مثلا مسیری که فرد دارن میارن، من الان نمیدونم چرا اسم کسی رو که در واقع عاشق رعنا بود، هادی، مسیری که دارن هادی رو میارن شهر به شهر، پیچ به پیچ در واقع روایت میکنن. و اینم بگم ارتباطات بین مناطق مختلف گالشنشی و کلاینشی در قدیم برقرار بوده، مسائل کوچه خودشون فارغ از این چیزی که ما جاده میشناسیم. خلاصه من همین پرحرفی کردم که بگم نام دیلمان نمادین شده، اما کل اون منطقه این ارزش و این اهمیت رو داره. مثلا آبرار خوشخان یا خیلی های دیگه، من دیگه نام سعی می‌کنم نبرم چون خیلی زیادن، مخصوصا تو اون حوزه از بعضی روستاها مناطق بیشترن مثل عین شیخ که واقعا باید نام برد، و بعضی مناطق حالا تک و توک هستن و زیادن. بنابراین من فکر می‌کنم به جای اینکه بپرسیم که چرا دیلمان مهم شده، چون دیلمان بعد از شروع فرایند ضبط و ثبت رسمی موسیقی در گیلانه که معروف شده. میدونی چی میگم؟ یعنی زمانی که مثلا آقای صبا یا خیلی های دیگه کمک کردن که این چیزا ثبت بشه، و اولین جاهایی که ثبت اتفاق افتاد، یعنی پژوهشگر شهری که میاد شروع میکنه به ثبت، اولین جایی که اتفاق افتاد منطقه سیاکل و دیلمان بود و دلیل اصلیش هم نزدیکیش به خب لاهیجان و شهر بود. یعنی به این معنا نیست که مناطق دیگه همینقدر داشته ندارن یا همینقدر اون ذخیره فرهنگی رو ندارن، و هنوز بسیار چیزاست که ما دنبالش نرفتیم و مناطقی تو گیلان هست که به لحاظ موسیقی روش کار نشده، به طور کلی که حالا خیلی کار نشده، ولی میخوام بگم که این اهمیت یک بخشش به خاطر اینه که نمادین شده، یک بخشش به خاطر اینکه در اول راه هستیم و بودیم و تو این اول راه نزدیکترین و در واقع مهمترین شاخص‌ترین منطقه موضوع مطالعه شده و به همین دلیل دیلمان معروف شده. و خب دلایل بعدی و دلایل رسانه‌ای هم خب داره، مثلا همین گوشه دیلمان، آواز دیلمان به کمک رسانه‌ها خیلی تونسته، الان خیلی‌ها در واقع موسیقی گیلکی رو با آواز دیلمان آقای پوررضا میشناسن. خلاصه همه جوره. و بعد هم اون جریان در واقع علاقه‌مند به فرهنگ بومی که از اوایل دهه 70 شروع کرد و نام دیلم و دیلمی رو دوباره به یک شکل دیگه‌ای مطرح کرد با یک تبار افتخار آمیزی برای مردم، و این مسئله دیلمان رو خیلی پررنگ‌تر کرده تو ذهن همه. بله، مرسی ازت. من یه در واقع گریزی هم میخوام بازم به صحبت قبلیت بزنم. یه سوالی اون وسط پیش میاد برای خود منم جالبه، اونم اینه که چرا لشت نشا و کوچ اصفهان در این منطقه جغرافیایی یه ذره نقش متفاوتی بازی میکنن، میفتن اونور، یعنی به جغرافیای فرهنگی اونور سپیدرود متعلق میشن. خاص لشت نشا دست کم به خاطر چند هنرمند برجسته که تو زمینه موسیقی معرفی کرده شاید نیازمند توجه باشه. دلیل تاریخیش چی بوده؟ یه دلیل جغرافیاییش چی بوده اینا میگفتن اونور؟ ببین همین الانم من در واقع برای خودم اول با اینجوری مشهود شد، چون به لحاظ تقسیمات اداری تا لولمان هم جزو شهرستان رشت محسوب میشه. من یکی دو تا فایل صوتی گوش کردم از یکی دو تا از دوستان پیشکسوتم تو حوزه شعر گیلکی که اتفاقا می‌خواستن یک چند تا از قصه های محلی کوچ اصفهان رو ثبت کنن. من با اون دوستان موقعی که گیلکی حرف میزنم، خب گیلکی اونها غرب گیلانیه و قشنگ تقریبا رشته تفاوتایی داره و الان هم کوچ اصفهان معمولا اینطوری حرف میزنن، ولی وقتی اون قصه رو داشتم اجرا می‌کردم من دیدم اینا به محض اینکه وارد اون کانتکست، اون زمینه تاریخی فرهنگی کوچ اصفهان میشن، افعال، شکل صرفشون، بعضی از کلمات دیگه اون مدلی نیست و نشون میده که یه اتفاقی افتاده، یه تغییراتی رخ داده. و این خب هست واقعا. یعنی مثلا ویگیتن و اوسادن که ما مثلا مصدر ویگیتن برای برداشتن استفاده میکنیم، اوسادن رو توی غرب گیلان به طور مشخص استفاده میکنن. تو انزلی و آبکنار حالا نمونه از این دیدم ها، یعنی این تحولات طیفی دیگه، یعنی به هر حال اون مجموعه رشت داره نیرویی وارد میکنه به پیرامون خودش. ولی لشت نشا از قدیم مخصوصا به خاطر اینکه زمین‌های زراعی برنج خیلی وسیع و حاصلخیزی داشت و مالکیت بر اون خیلی مهم بود
من اینجا اسم نمیبرم برای اینکه میترسم اشتباهات تاریخی کنم درباره ارباب‌های منطقه تو اون دوره‌ها. فکر میکنم خانواده امینی ولی مهمترین مالکش زمان شاه بودن. این خیلی مهمه. ما معمولا فکر میکنیم تقسیمات چیزاییه که ابدیه، یا نمیدونم یه نفر اینا رو درست کرده، گفت مثلا آقا تو مثلا لایجانی باش، تو آستانه‌ای باش، تو مثلا لسکوکلایه روستای اجدادی من، مثلا این مال ایناست، شما همه از یه جنسین چون مال اینایی. ولی اینجوری نیست. در واقع عوامل اقتصادی سیاسی بوده که این تقسیمات رو به وجود آورده. اینکه توی دوره صفویه مثلا مالک مناطق کی بوده، تا کجا بهش باج و خراج میدادن، خب، و اون ساختار آبیاری مزارع بر همون اساس شکل میگرفت. یعنی ببینید ما تو مناطق گیلان هم برخلاف اون چیزی که تصور میکنم مثل سایر مناطق ایران از شیوه تولید آسیایی پیروی میکرد. در نتیجه آبیاری نیاز به یک مرکزیت سیاسی اقتصادی داشت. ما تو گیلان هم جنگ آب داشتیم، مسئله آب داشتیم، چیزی که اصلا وجود داشته. حالا الان یه خورده تبلیغات برای بقیه جور دیگه مشتبه کرده. در نتیجه شما وقتی منطقه‌ای رو در سیطره مالکیت اربابی خودت داشتی، یعنی شبکه آبیاری هم که باید بر اساس اون بنا می‌کردی و شکل میدادی، و شبکه میراب‌هایی که در واقع انتخاب می‌شدن و مدیریت می‌کردن، همه اونها شکل می‌گیره و روابط اونها با هم و روابط بازارشون، فروش محصولاتشون، در نتیجه بلوک‌های قدرت و ثروتن که در کنار عوامل طبیعی تقسیم بندی رو به وجود میارن. تا قبل از ورود صفویه در گیلان، در واقع در منطقه تا چالوس ما میگیم و ارتفاعات، گیلان به معنای امروزی به علاوه مقداری از مازندران، ما جنگ قدرت داشتیم و ساختار کنفدرالیستی از امیرنشین ها داشتیم که البته خیلی کنفدرالیسم هم نبود که با هم روابط مراوده های خوب داشته باشن، بیشتر مشغول جنگ و رقابت بودن با هم دیگه. و با توجه به شرایط اقلیمی هیچ وقت یک انباشت قدرت و ثروت در یک نقطه به وجود نمی اومد که بتونه بر بقیه سیطره پیدا کنه و یک اتحاد کلی پیرامون یک دولت مرکزی که بخواد اون شبکه آبیاری رو هم و اون روابط مناسبات مالکیت بر زمین رو پیش ببره، هیچ وقت نتونست شکل بگیره. جز در یک دوره در واقع خاندان کارکیا، در واقع بعد از اینکه کشت برنج تونست خیلی خوب گسترش پیدا کنه، اون مسیر دشت گرگان رو تا سفیدرود در واقع بیاد و در جلگه ما با یه مقدار نسبی از جمعیت طرفیم و شیعه‌گری زیدی هم وارد منطقه به عنوان ایدئولوژی سیاسی جایگزین برای ایدئولوژی سیاسی سابقی که قدرت سیاسی در کوه بود و در بین کسانی بود که هنوز مناسبات اقتصادی تولیدشون بر اساس اون شکل کلایی و گالش بود. و فراموش نکنیم وقتی ما کلایی میگیم یعنی ساختمان سازی، ساخت حمام، مسجد، راه، همه چی دارن. یعنی ما از این با گالش فرق داره، دو تا با هم تفاوت دارن. سکه ضرب میکنن، سپاه دارن، نمیدونم ویژگی‌های تقویم خودشونو دارن که همین تقویم دیلمی ماست. این قدرت در واقع بعد از اینکه شیعه‌گری زیدی در جلگه گسترش پیدا میکنه و کشت برنج هم گسترش پیدا میکنه، مقدمات این که برای اولین بار ما یه جایی تو این دریای کنفدرالیستی و پر از امیرنشین یه انباشت قدرت و ثروتی داشته باشی پیش میاد، اون شهر لایجان که کم کم پیرامون اون برای اولین بار خاندان کارکیان میتونه با شکست دادن رقبا یا قراردادها و یه سری معاملات سیاسی میتونه یه مقدار این قدرت رو دست کم در شرق گیلان و غرب مازندران گسترش بده و بتونه یه سطحی از انباشت قدرت و ثروت و تثبیت وضعیت به وجود بیاره. و به همین دلیل منطقه لشت‌نشا و کوچ اصفهان تا زمان صفویه، یعنی تا پایان دوران خاندان کارکیا، اساساً در بیشتر مواقع یا زیر سیطره این مرکز قدرت بود یا موضوع جنگ بود و البته موضوع شورش‌های دهقانی فراوان که داستان مفصلی داره. همیشه مردم اون منطقه در واقع در تلاش و تقلا برای رهایی از ستم اون سیستمی بودن که حالا شرق و غرب گیلانش فرقی نمی‌کرد براشون واقعا، که مهمترینش هم قیام غریب شاه که بعد از حمله صفویه ربط داره، که با ورود صفویان دیگه این خاندان کارکیا کارش تمام میشه و ما دیگه تقسیم بندی امروزی گیلان رو از جا به بعد به شکل تثبیت شده داریم. دیگه گیلان تقریبا اینه، یه خورده جابجا میشه، یه خورده حالا بهش کم و زیاد میشه،
و مسئله باز دوباره مسئله شکل زراعت، مسئله نوغان، ابریشم و مالکیت بر زمین هاست. و چون بعد از حمله قزلباشا مالکیت گیلان انبال خالصه اعلام میشه، مال پادشاهه، دیگه این شکل تقریبا دست نخورده باقی میمونه. هر بار همینجوری تحویل ارباب‌های مختلف داده میشه و لشتنشاه و کوچ اصفهان هم دیگه از اینجا به بعد تابع مرکزیت جدیدی میشن که محور انزلی رشت قزوین و بعد انزلی رشت اصفهانه و امروزه انزلی رشت تهران، که این محور هم حالا بحث خودش داره که چه تغییراتی توی کل صورتبندی فرهنگی استان گیلان به وجود آورد، از جمله توی موسیقی. کوچ اصفهان حالا کمتر، لشتنشاه بعدها و زیبا کنار به واسطه حضور صدا و سیما، رادیو تلویزیون و مرکزیت رشت اساسا جدا از همه این داستان‌های زمین حاصلخیزی برای موسیقی گیلان میشن و از جمله پاپ، که حالا اون دیگه بحث جداییه. میخواستم فقط اینو توضیح بدم که این دلیل این جابجایی‌ها اینه بیشتر. بله مرسی، خیلی توضیح کاملی بود. حالا قبل از اینکه ما از در واقع روایت تاریخی بیایم بیرون و در واقع نزدیک بشیم به در خود هنرمندان و موضوع هنر، من میخواستم ازت بپرسم که توی همون سلایه‌ای که تصویر کردی، آیا اگه بخوایم نشانه‌های هنر موسیقی رو توش شناسایی بکنیم، غیر از ترانه، یعنی غیر از کلام و غیر از ادبیات، نشانه‌های تاریخی یافت شده که بتونیم تفکیکی بین در واقع خروجی‌های این سلایه بدیم؟ مثلا یافته‌های باستانشناسی، نقش‌نگاره، هر چیزی که مثلا سازهای متفاوتی داشتن. ببین، من درباره یافته‌های باستانشناسی تو حوزه موسیقی چون واقعا مطالعه‌ای ندارم، بهتره نظر ندم. در این مورد البته کسانی هستن که میتونن حرف بزنن، اما یه واقعیتی وجود داره. ببینید، من نمیدونم حالا چه چیزهایی کشف خواهد شد. ما تو موسیقی بومی خودمون مثل سازهای اصلی داریم که حضور داشتن، مثل سرنا که بهش میگیم ساز، نغاره، نی، بیباله، انواع اقسام در واقع سازهای بادی، ضربی و بعدها کمانچه و ویولون با سیم مخصوص این منطقه و صدای خاص خودش و کمانچه حالا سری تغییرات فرمی و شکلی. آره دقیقاً با اون سیم در واقع به این میبستن و صدای خاص خودش رو داشت. ما یعنی این مال دورانی اون چیزی که الان ما ازش حرف میزنیم، همین سازهایی که الان گفتم، اینها در اون فرهنگ مطربی دوره ارباب رعیتی در گیلان رونق داشته، استفاده میشده، ارکستراسیون خودش هم داشته توی مراسم مختلف، وضعیت‌های مختلف و برای ما هم باقی مونده. اما اینکه در گذشته پیش از این چی بوده، واقعیت اینه که من تحقیق و پژوهش جدی در این زمینه ندیدم و در این زمینه ما به طور کلی مشکل جدی داریم. یعنی یه چیزی من نمیدونم بگم نگم، ولی به هر حال واقعیت اینه که اولا که خب من واقعا گیلان و مازندران رو برای من شخصا یه جورایی یکیه، یعنی واقعا خیلی تفاوت اونجوری براش قائل نیستم، ولی به لحاظ موسیقی داشته‌هایی که ما اونجا می‌بینیم نسبت به اون چیزی که ما داریم، چه به لحاظ کار پژوهشی، چه کارهایی که اجرا شده، چه آهنگسازی، چه به حال اتفاقات مختلف، خیلی خیلی وضعیت بهتری از ما داریم. ما در این زمینه واقعا اوضاع خوبی نداریم. ما متاسفانه خیلی وقتی که به بعضی از اسامی فقط تکیه میکنیم، ولی همین الان شما بگید ببینید آیا یه پژوهش جدی تو این زمینه وجود داره که به ما مثلا تحول همین سازبندی ها توی دوره‌های مختلف تو گیلان نشون بده؟ اصلا به این موضوع فکر شده؟ ما متاسفانه تو حوزه پژوهش موسیقی هنوز درگیر اینیم که فلان چیزو آیا تو خیلی دقیق ثبت کردی، یعنی هنوز تو اون مراحل اولیه ثبت و ضبط چیزها، که حالا داستان دیگه ای داره. به همین دلیل جواب این سوال برای من خیلی سخته که بخوام از این دوره ارباب رعیتی به قبل برم و بعد از این هم در واقع اون چی که باقی مونده و الان بزرگان ما، پیشکسوتان ما ثبت میکنن، روش بحث فراوانه که آیا این نمایندگی میکنه کل اون موسیقی که ما در گیلان میشناسیم یا نه یه بخش خاصی از این موسیقیه. به همین دلیل جواب من به سوال تو در دوران ارباب رعیتی همین سازهایی بود که نام بردم، اما در دوره‌های خیلی کهن من صلاحیت جواب دادن به این سوال ندارم.
خود این در واقع نهاد اربابان در واقع آیا هیچ تلاشی کردن برای حفظ این موسیقی که حالا به هر مصرفی که میرسیده در دوره خودشون، آیا نه مثل درباران چون نمیتونستن مثل دربار رفتار کنن، ولی آیا هیچ تلاشی داشتن که یه نهادی ایجاد بکنن یا یک نهاد گونه‌ای داشته باشن که بخشی از این میراث رو ضبط و در واقع حفظ کنن؟ مسئله اینه که در اون دوره اساساً مفهوم حفظ فرهنگ مطرح نبوده. یعنی خیلی این نکته جالبی اتفاقا. ببین اون چی که ما امروز به عنوان یک چیز در شرف مردن و نابودی و سزاوار حفظ کردن بهش نگاه میکنیم که حالا باید پرسید که آیا هر آنچه که نابود داره میشه آیا ارزش حفظ کردن داره یا نه، این به کنار. در اون دوره ریشه در وضعیت زیستی روزمره داشت. یعنی چی؟ یعنی اگر تو برای دخترت یا پسرت مراسمی برای عروسی میگرفتی، اون موسیقی که اونجا مصرف میشد دقیقا به معنای واقعی کلمه، یعنی موسیقی که مناسب اونجا بود، نه برای ارائه یک ژست یا فیگور خاص، نه برای اینکه تو رو با یک جایگاه اجتماعی خاص نمایندگی کنه، نه، موسیقی که باش میرقصیدی، شادی میکردی، شام میدادی، نهار میدادی، اون مشخص بود. ارباب هم اگر چون این قصدی داشت باز مشخص بود که قراره چه اتفاقی بیفته. و مطرب‌ها به عنوان آدم‌هایی که این هنر رو داشتن و ترانه‌های فولکلور رو سینه به سینه نه تنها منتقل می‌کردن بلکه حتی در اون دست می‌بردن و تغییر می‌دادن، پرورشش می‌دادن. در واقع کاربران زنده اون موسیقی و اون ترانه بودن که داشته همون روز، همون دوره، از مسائل همون دوره حرف می‌زده برای مردم همون دوره. دقیقاً مثل اون تصاویری که ما توی نوول‌های اوایل اروپا می‌بینیم که نقال‌ها از حماسه‌ها و جنگاوری‌ها و عشق و عاشقی‌های 4 تا شهر اون طرفتر، 2 تا روستا این طرفتر، دره پایین، نمیدونم رود بالا دست روایت می‌کردن و سینه به سینه میچرخیده. مثلا ماجرای عشق هادی و رهنا تا نیاول تا نمیدونم فلان جا میرفته، یا داستان چه میدونم هر آنچه که بوده. خب و مطربا هم دقیقاً کارکرد خودشون داشتن و اتفاقاً درآمد خوبی هم داشتن برای اینکه اون شغل جواب میداده و کسی اینجا دیگه نیازی به این نداشت که نهادی رو وجود بیاره فرهنگ رو حفظ کنه. و اتفاقاً اون مطربها روی این فرهنگ تاثیر گذاشتن. مثلا خانواده آقای عشقی، رضا عشقی عزیز من که دوست خوب منم هست و خانوادهشون نسل اندر نسل مطرب بودن، نوازنده و خواننده بودن. مثلا پدر همین آقای رضا عشقی فکر می‌کنم تو چند تا از ترانه‌های فولکلور حتی ترانه بیت‌ها یا مصرع‌های اضافه کرده و بعضی جاش مثلا شوخیه، یعنی مثلا چه می‌دونم مثلا مفهوم باد رماتیسم مثلا وارد ترانه کرده، مثلا باد رماتیسم بگیرتی پیر، مثلا می‌دونی این تغییرات برای اونها خیلی آنی بوده. مثلا پوررضا روایت میکنه راجع به فلان آهنگی که در واقع اون کسی که مینواخته همون آن با توجه به وضعیت زندگی خودش در اون تغییری به وجود آورده. در نتیجه این نوع موسیقی چون حضور زنده داشته توی جامعه نیازی به این نبوده. اتفاقی که میفته اینه که بعد از سری تحولات تو جامعه بخشای از جامعه متوجه میشن که این چیزیه که دیگه نمیمونه و انگار که جایی خاکی هم نداره که ریشه تو اون داشته باشه. و حالا بعد با رویکردهای مختلف که حالا آشورپول یکی از اون رویکرداست و اتفاقا به نظر من رویکرد آلترناتیوی، رویکرد متفاوتی از اون چیزی که بعدها به نام گیلان شناسی مطرح شد. خلاصه هر کس با یه دیدگاه میاد که این قضیه رو نجات بده، که اونم دیگه بحث مفصلی که اصلا نجات چی و به چه قیمتی و چطور. حالا بهش میرسیم. البته جالبه انگار این ناپایداری در واقع جغرافیایی، ناپایداری در واقع آب و هوا به همه چیز انسان گیلانی نفوذ میکنه، از معماریش که ناپایدار میکنه، که کتابتش ناپایدار میکنه، کتابهاشو از بین میبره، میراث ناملموسش هم همینجوری ناپایدار میکنه. این نکته جالبی که حالا در بحث دیگه میشه بیشتر بهش وارد شد. من میخوام ازت خواهش کنم که حالا از اون من فقط درباره ناپایداری یه چیزی بگم. ما در واقع در گیلان فقدان شواهد
فقدان یافته‌ها یا کمبود یافته‌ها و شواهد داریم. این رو معمولا به آب و هوا ربط میدن، ولی من فکر میکنم دلیل اصلیش چیز دیگریه، استبداده. مخصوصا در منطقه زیستی ما استبداد و پاره پاره بودن قدرت هیچ وقت فرصت نداد چیزی باقی بمونه. و ما میدونیم دیگه، مثلا تو ایران هم آقای رضا شاه وقتی میاد میذاره مثلا تکیه دولت رو داغون میکنه، نمیذاره از دوره قاجار چیزی باقی بمونه. انگار که مثلا همه چی از پهلوی شروع شده، یعنی مثلا اولین مدرسه، اولین دانشگاه، اولین قطار و همه اینها در واقع خب قبلا بوده. این مشکل ما داریم تو گیلان. حالا فکرشو بکن، نه یک مستبد، بلکه یه عالمه بلوک‌های قدرت که همش تو سر و کله هم میزدیم تا زمانی که قزلباشا اومدن دیگه سرکین ما رو بستن. آره مرسی، تحلیل جالبی. خواهش من اینه که حالا از اون در واقع تاریخ یک مقداری فاصله بگیریم، از اون تاریخ دور بیایم در دوره معاصر. برای اینکه به موضوع اصلی بحثمون هم نزدیکتر بشیم، ما در دوره معاصر حالا طبیعتاً از مشروطه به این ور راجبش صحبت میکنیم. چه هنرمندان و پژوهشگران نامدار و مؤثری در حوزه موسیقی داشتیم که بتونیم یکی یکی بهشون بپردازیم. البته این پرداختی که ما اینجا صورت میدیم خیلی در واقع ژورنالیستیه، ولی به مدیومی که داریم درش صحبت میکنیم میخوره. یعنی میخوایم که با این مرور سریع و غیر عمیق یک کدهایی هم بدیم برای آدم‌هایی که علاقه‌مند میشن بیشتر دنبال این آدم‌ها برن یا دنبال زمینه پژوهش این آدم‌ها برن و بیشتر بخونن و خودشون پیگیری کنن. آدم‌های اصلی در واقع این فرایند پژوهشی و این فرایند خلق هنر چه کسانی بودن توی شرق گیلان؟ من البته می‌خواستم از تو اجازه بگیرم که اسم نبرم از دوستان و آدم‌ها، برای اینکه هر بار ممکنه یک داستانی بشه. من به طور کلی سعی میکنم حرف بزنم و نام تا جایی که بتونم نبرم، مگر اینکه بخوام یه پدیده‌ای رو توضیح بدم. هم به این دلیل که میگم بنده به هیچ وجه واجد این جایگاه نیستم که تو حوزه موسیقی بخوام در واقع یه سری چیزایی رو به صورت کلاسه شده تعریف ارائه بدم، چون مطمئنا از یه سری از بخش‌های قضیه غافلم و اون بحث تخصصی موسیقیه، بحث ملودی پردازیه، بحث خیلی بحث مفصلیه که به هر حال کسانی هستن که باید در این باره صحبت کنن. و همین که ما تا همین امروز در استان گیلان یک مجله مشخصی نداریم که توش بحث موسیقی مطرح بشه. ما بگم ما تو این 50 سال اخیر تا دلت بخواد دعوا و حاشیه بین اهالی موسیقی در گیلان داشتیم و داریم، ولی هیچ چیز این مکتوب نیست و نبود و به نظرم نمیرسه که مکتوب بشه. بنابراین تو یه خورده من گردن شکسته در این زمینه چیز کن که برای من داستان نشه، ولی میتونم تا حدودی راجع به این قضیه حرف بزنم. ببین موسیقی در گیلان نمیخوام خاصش کنم، اما تقریبا جای دیگه هم همین داستانه. تو ایران هم میشه، تو اصلا تو حوزه سینما هم راجع به همین حرف زد، تو حوزه موسیقی هم حرف زد. حالا ولی فعلا بحث ما گیلانه. ارتباط بین ادبیات و موسیقی همیشه مهم و کلیدی بوده. این خیلی مهمه. یعنی ما تو هر دوره‌ای اگر تو آنچه که به عنوان موسیقی که مردم گوش میکنن، من هیچ عنوانی براش نمیذارم، تقسیم بندی نمیکنم، بزنیم اساتید تقسیم بندی، اون موسیقی که مردم گوش میکنن. و ما وقتی میگیم مردم گوش میکنن، مثلا شجریان رو میگیم، فرامرز دایی رو هم میگیم، رضا عشقی رو میگیم، آی پوررضا رو هم میگیم. یعنی منظورم که اون موسیقی همیشه هر جا که توش درخشش بوده، یکی از عوامل ادبیات بود. ارتباط با اون جرگه از شاعران و ادیبانی که واجد یک نگاه خاص بودن. این خیلی واقعا مسئله مهمیه. ما توی هر کدوم از این افراد بریم داستان از همین قراره. در شرق گیلان هم به همین صورت. یعنی شما به محض این که چون برای تو موسیقی اسم خواننده همیشه جلوی چشمه، یعنی ما معمولا اینطوری میشناسیم موسیقی رو، ولی واقعیت اینه که پشت صحنه اتفاقات دیگه ای میفته. مثلا چه میدونم آقای شکیبای لنگرودی چیزی رو تولید میکنه که حتی پیشاپیش وزن داره، تا حدودی لحن و آهنگ داره و در خدمت در اختیار موسیقی قرار میده. این چی میگم؟ یا آقای جهانگیر سرتیپور کاری که میکنه، شما اگه اونو حذف کنید اصلا نمیشه، واقعا دیگه یه چیز دیگه ای خواهد بود نتیجه. یا تو شرق گیلان آقای شمس معطر مثلا، میگم اسامی واردش بشیم داستان داره و زیادن. و
اینها مخصوصا دوره‌ای که رادیو تلویزیون هم توی گیلان در واقع یه جورایی یکی از عواملی بود که موسیقی گیلکی داشت به یه رونقی هم اون تزریق کرد به این مسئله به کمک همین خصلت رسانه‌ای بودن خودش. شما می‌بینید مثلا روابط و ارتباطات بین این کسانی که شاعرن و ترانه‌سرا هستن و خواننده‌ها و آهنگسازها و نوازنده‌ها چقدر متفاوته با الان. یعنی مثلا می‌بینید آقایی مثل شیون فومنی دوست داره که یکی از کاراش رو فرامرز دایی بخونه و بالاخره هم یه کارو میخونه، یعنی شعر مینویسه با این علاقه و این میل که تبدیل به ترانه بشه از صدای فرامرز دایی. یا این طرف پوررضا روابط دائمی داره با مثلا منبلی مظفری. حالا منبلی مظفری چون وقتی ما وارد حوزه ادیب و شاعر و نویسنده تو گیلکی میشیم به دلایل حالا خاص وضعیت ما، یعنی هنرمند اسلش پژوهشگر، و در نتیجه بخش اعظمی از اون مواد خام خواننده و آهنگساز رو اونه که داره تهیه میکنه. بنابراین ارتباط با ادیبان توی چه شرق چه غرب خیلی مهم بود. و در شرق گیلان توی مثلا لنگرود، لاهیجان، آستانه اشرفیه، میگم حالا واقعا انقدر زیادن داره دوربینی یادم میاد، اینها بودن از آیه رحیمپور گرفته، یعنی از اون مدل شعر و ترانه و پژوهش گیلان شناسانه روستایی باب میل آدم روستایی بگیر تا محمود پایندی لنگرودی که همونقدر که برای یه آدم ساکن مثلا شویل یا مثلا امام جذابیت داره و محترم کسی هم تو لنگرود زندگی میکنه هم جذابیت داره. و اینها هر کدومشون در دوره فعالیت خودشون واقعا وزنه‌ای بودن. یعنی همین محمود پایندی لنگرودی که شعرهاش رو آشورپور هم خونده، ترانه‌هاش رو خونده، انسان در واقع با تمام اون ابعاد پژوهشگری و ادیب بودنشه که کمک میکنه به موسیقی گیلکی. حالا اینا یه بخش قضیه، حالا من دیگه همینجوری ناخواسته 3-4 تا اسمم بردم. و تو حوزه آهنگسازی هم به همین صورت که به دلایل مختلف یه دونه وجود جاهایی برای اجرای زنده، حالا در غرب ایران البته خیلی بیشتر، در شرق ایران به اندازه خودش، رادیو تلویزیون، این دوتا کمک کرد که ما در واقع نسلی از هنرمندان داشته باشیم که اجراگرن. یعنی مثلا فرامرز دعایی از سن خیلی کم رو صحنه بوده، این آدم حرفه‌ایه، یعنی نوازنده، ترانه‌سرا و کسی که رو صحنه کار اجرا می‌کرده و این چیز کوچیکی نیست. ما میدونیم ما الان تو امروز تو هنرمون مهمترین مشکلمون به نظر من دست کم مشکل اجراه. یعنی ما هنرمندانی داریم به قول انقلابی عزیز چگوارا با یک کله خیلی بزرگ تن نحیف، به خاطر اینکه ایده ها همه درخشان ولی اجراها اکثرا دچار نقص. یکی از دلایلش همین نداشته هاست. اون دوره اینها بوده. خلاصه اینکه مجموعه این عوامل، اون هنرمندان ما تو حوزه شعر و ادبیات که مخصوصا توی دوره‌ای اوج گرفتن، یه دوره که دهه 20 بود، بعد تو دهه 40 هم به شکل دیگه اتفاق افتاد که تو دهه 50 خودش نشون داد، مخصوصا با هنر رادیو تلویزیون. در شرق گیلان هم به همین صورت. در شرق گیلان رادیو تلویزیون چه تو گیلان چه رادیو چه در واقع مازندران و ادامه اون در واقع شکل نقش و حضور مطرب‌ها در فرهنگ مردم که تا دوره‌های هنوز وجود داشته و حالا پیوستن به این ماجرا نسل جدیدی از پژوهشگرانی که میرن ترانه‌های فولک رو ثبت میکنن یا شعرهای مدرنی میگن با استفاده از اون درونمایه‌های بومی، کمک کرد که ما برای خواننده‌هامون کلی مواد خام داشته باشیم. و فکر میکنم که باید اینطوری به قضیه نگاه کرد. در شرق گیلان این امکانات به اندازه غرب ایران نبود، اما اون بیس، اون امکان در واقع فعالیت پژوهشگران و ادیبان خیلی بیشتر بود. در واقع توجه به فرهنگ بومی از این جهت در شرق گیلان نمیگم شروع شد، نه به هیچ وجه، این مسئله جای دیگه شروع شد، اصلا جور دیگری، ولی در شرق گیلان این به لحاظ بومی خیلی بیشتر طرفدار داشت تا غرب گیلان دست کم و خیلی بیشتر حضور داشت. من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه که اون بخشی از فرهنگ بومی که باقی موند دیر پایید در ارتفاعات بود و در شرق گیلان ما در ارتفاعات و در جلگه یک زبان داریم، هم زبانیم
در واقع از اون طرف ما هر چقدر بیشتر پیش میریم ما در ارتفاعات هماستانی های تالشمون رو داریم که فرهنگ، زبان و به حال داستان خودشون رو دارن که بسیار ارزشمنده و باید در اون مورد بحث و پژوهش بشه. ولی این طرف نه، این طرف یعنی محمود پاینده لنگرودی، حالا من نمیگم هر روز ولی شاید بگم هر وقت که در گیلان بود اونچه که ما شنیدیم، همیشه در روستای امام دم در خونه آقا جان چرخشی نشسته بود برای اینکه ثبت کنه و هر آنچه که میبینه میشنوه رو ثبت کنه و این فقط اون لغتنامه ارزشمندش نبود بلکه شعرها و ترانه‌هایی بود که بعد ما از دهان کسی مثل آشورپور میشنیدیم. بله مرسی. موضوعی که مطرح کردی یک چیزی به ذهن من میاره، اونم این بحث محمود پاینده لنگرودی میتونه یک در واقع راهی برای ورود به این بحث باشه. این موضوع ادبیات و موضوع در واقع شعر و موسیقی از یه دوره‌ای به بعد انگار حالا واژه درجا زدن اصلا مناسب نیست، ولی از یه دوره‌ای به بعد انگار شاعر از موسیقیدان جدا میشه یا این دوتا از هم در زمینه مضامین معاصر با همدیگه همپا نمیان. مثلا محمود پاینده لنگرودی شعرش همچنان با همون قدرت میره جلو و مضامین معاصر و مضامین مدرن هم وارد شعرش میشه، یعنی همچنان که شاعر جهان بینیش گسترده تر میشه و به انسان مدرن بیشتر توجه میکنه این وارد شعر پاینده میشه، ولی وارد موسیقی کسانی که با پاینده هم راه بودن یا دوست بودن و رفیق بودن نمیشه. این دلیلش چیه؟ دلیلش آیا مخاطب نمیپذیرفت، یعنی مشتری نداشت این نوع موسیقی که با کلام انسان معاصر منطبق باشه یا همراه باشه، یا اینکه موسیقیدان پرهیز میکرد به هر دلیل تاریخی از اینکه این نوع هنر رو تولید بکنه؟ ببین فکر میکنم که مسئله حالا سانسور و نظارت چیزی که ما همیشه باید توی بحثامون در نظر بگیریم، هیچ وقت فراموش نکنیم. سال 57 وقتی انقلاب میشه، توی یک سال بعدش تا سال 58 چندین کتاب شعر گیلکی منتشر میشه، چاپ میشه که تقریبا همشون کتاب‌های تاثیرگذار در ادبیات گیلکی هستند، از جمله 2 کتاب از محمود پاینده لنگرودی، یه شوب و شمروخانه با لیلکو، دو کتاب یا 3 کتاب از منولی مظفری، از محمد بش، خلاصه میاد بیرون محمد بشرا و شعرهایی که همه تو دهه 40 و 50 سروده شدن اما بیرون نمی اومدن. بخشی از اونها رو مردم اصلا حفظ بودن، به کمک نوار کاست پخش شده بود ولی بیرون نمی اومد. ببین محمود پاینده لنگرودی یه ویژگی دیگه هم داره دیگه، این واقعیتی ما باید ببینیم که ما وقتی از روشنفکر هنرمند حرف میزنیم چه ابعادی داره. مسئله اینه که گرایش سیاسی و فکری محمود پاینده لنگرودی، چه اونو غلط بدونیم چه اونو درست بدونیم یا حالا نقدش بکنیم، چیزی بوده که وجود داره. ما با یه هنرمند و پژوهشگری طرفیم که این یه جور تحلیل داره، راجع به جهان بیرون خودش فکر میکنه، نظر داره، چیزی رو احساس میکنه کمه، به چیزی رو احساس میکنه زیاده، چیزی رو احساس میکنه که باید تغییر داد، میتونه درباره جهان پیرامون خودش حرف بزنه. این آدم درگیر مقوله در واقع سیاسی هم میشه، درگیر مقوله اقتصادی هم میشه. خب مطمئنا این خیلی فرق داره با یک کسی که خودش رو متخصص در یک هنر میدونه. مثلا میگه من تخصصا میخونم، من تخصصا موسیقی کار میکنم و کار به کار چیز دیگه ندارم. خب این دو تا فیگور متفاوته که هر کدوم هم عواملی داره تو جامعه که اینو به وجود میارن و این پدیده مختص موسیقی هم نیست متاسفانه. آدم‌های مثل پاینده یا آشورپور از جنس اون آدم‌هایی بودن که چند وجهی بودند. یعنی این مسئله که مثلا هر از گاهی اشاره میشه که آقای آشورپور مهندس کشاورزی بوده یا در مدیریت خودش موفق بوده، به نظر من یه چیز حاشیه‌ای نیست. این چیز مهمیه. وقتی ما یک انسان رو در جامعه تصور میکنیم به عنوان کسی که داره در یک اجتماع زندگی میکنه و در نسبت با پیرامون و جامعه خودش در ابعاد مختلف، در وجوه مختلف میتونه در واقع کمک بکنه چیز زیبایی بسازه، آنچه که زشتی و پلیدی میدونه تغییر بده،
و موقعی که به سخن میاد، به بیان میاد، بیانش حاصل این تکاپو و این تلاشه، مطمئنا اون چی که میگه شکل اثرگذاریش هم فرق خواهد کرد تو جامعه. میگم عوامل خیلی زیادی موثره، ولی ما این رو هیچ وقت در واقع به طور عام نداشتیم تو گیلان. خود این عزیزان هم دوره‌های طولانی کاراشون امکان پخش قانونی یا با مجوز نداشته، ولی جایگاه خودشون داشتن. ما امروزه که البته بگم این امروزه کم کم شروع شد، اما به طور مشخص از اوایل دهه 70 به طور خیلی مدیریت شده و دقیق کلید خورد که اصلا این دیگه باشد و این گونه باشد. ما با یه سنخ و شکل جدیدی از هنرمند طرفیم. ما با یه چیزی طرفیم به نام کار فرهنگی، که در واقع کسی که میگه من کار فرهنگی میکنم منظورش اینه که من کاری به کار دیگه هیچی ندارم. ولی این دوستان اینطوری نبودن و مسئله اینه که توی همون مدلی که گفتم که من کاری به کاری چیزی ندارم، یک کلیشه هم جا گرفته که گویی انگار آن کسی که با چیزهای کار داره قرار هنری تولید بکنه شعاری، حوصله سربر، پر از خشم و پر از چیزهای کلیشه‌ای، در حالی که خب واقعیت عملی نشون داد که اینطور نیست و اتفاقا جایی که درخشان هستن در تاریخ فرهنگ ما از همین آدم‌ها هستن که مسئله براشون اینجوری بود، این مدلی بود و خب ما اینو توی هنرشون رو هم می‌بینیم واقعا. ولی به طور کلی اتفاق نتونست در ابعاد وسیع بیفته، چون که یکی از نقش‌های مهم در موسیقی بومی گیلان صدا و سیما، رادیو تلویزیون بود و این همیشه تابع سیاستی بود که به هر حال حکومت داشت، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. ما می‌بینیم حتی تنظیم‌های موسیقی‌هایی که از صدا و سیمای ما الان بیرون میاد، بشنوید دیگه ببینید چرا شبیه همن. یعنی میخوام بگم اون چقدر تاثیر میذاره، حتی مثلا 50 تا کار که تو همین 20 سال در اومده، شما بزن 10 سال مثلا بزنین کنار هم، ببینید مثلا تو احساس میکنه که با دقت کنین که خواننده بخونه، بعد تشخیص این اونو داره میخونه. ولی آیا شما مثلا کار آشورپور رو اینطوری متوجه میشید که آشورپوره، یا فرامرز دعایی حتی مثلا که حالا پاپ توی جایگاه خودش؟ اینا در واقع یک بخشیش که عوامل دیگه بوده، ولی یه بخشش هم این استقلال و داشتن یک جهانبینی و دیدگاه مشخص در هنرمند بوده. این یکی از ویژگی هایی که هنرمند رو هنرمند میکنه. در واقع آدم‌ها فقط منتظر این نیستن که هنرمند براشون اجرا کنه، که همین هم میشه که بعضی جا میبینیم یه مشکلی پیش میاد، یهو همون طرفدارها حمله میکنن به همون هنرمند به خاطر اینکه اون نیاز فانتزی درونی اینها رو به عنوان مصرف کننده برآورده نکرده و این در بعضی از هنرمندان ما اینطوری نبوده. بدبختی اینه که به طور کلی مدلی از هنر و هنرمند و روشنفکر تبلیغ و ترویج میشه که این شکلی نیست و توی جامعه ما هم این مدل که داره طرفدار پیدا میکنه و همه عوامل هم کمک میکنن که هنرمند اینطوری عمل بکنه و همه هم ناراحتن که دیگه چرا پس اونگونه چیزی به وجود نمیاد، چیزی خلق نمیشه. ولی میشه به جرئت گفت که دلایل همین دلایل پیش پا افتاده است. از اون دوستی عزیزی که توی استودیو داره کار آماده میکنه و سلیقه عامه رو بهش در واقع اعتباری میبخشه و در نتیجه برای انتخاب بین ساز واقعی و استفاده از نرم افزار انتخاب خاصی میکنه، تا اون دلایل اقتصادی که این رو مجبور به انتخاب ها میکنن، تا اون هنرمندی که ترجیح میده فلان شعر رو اگر داره میخونه اگه اون بیت درد سرسازه اونو حذف کنه و در نتیجه اصلا داستان چیز دیگه میشه. همه اینها فاصله بین مخاطب رو از هنرمند بیشتر و بیشتر میکنه و مسائل پولی و مالی هم یه خورده قضیه پیچیده‌تر از قبلم میکنه و بالاخره اینکه در کنار همه اینها ما یک چیز دیگری هم داریم به نام گیلان شناسی که از اوایل دهه 70 به وجود اومد و اون دیگه اساساً داستان رو برد به یک سمت دیگری. یعنی اگه یک زمانی هنرمند ما میخواست یک کار خوب ارائه بده که بتونه از لبه تیغی عبور کنه که یه طرفش در واقع دره افتادن به ورطه عوامگری و یک جور سلیقه پایین بود و اون طرف دره در واقع گم کردن مخاطب و از دست دادن اون ارتباط، اون لحظه‌ای که تو مخاطب تو در واقع میگیری و جذب میکنی، گیلان شناسی اومد اصلا بازی رو به هم زد. گفت که تو مسئول و پاسدار این زبان و این فرهنگی. کی گفته تو آهنگسازی، تو شاعری، تو قصه نویسی؟ تو مسئولیتت اینه
تو اتفاقا اگر چرت و پرت تولید بکنی ولی این مردم برن دنبالش، دمت گرم. و این ضربه کوچیکی نیست. یا بهش گفتید تو باید در واقع در درجه اول های زبان شناسی و فرهنگ شناسی و چه میدونم ثبت باور مردم و این چیزها رو در واقع به عنوان رسالت خودت در هنر قرار بدی. خب هنرمندی که قراره داشته باشه، یه نگاه داشته باشه، موضع داشته باشه، خب طبیعتا مجبور به فرهنگ خودش، به مردم خودش انتقادی نگاه کنه. و همینه که تو معنا میبینی گردش کاراکترها رو، یک جاهایی نهیب زدن به راوی رو، یا بسیار از این مسائل رو. و هنرمندی که نمیتونه، برای خودش قائل نیست این وظیفه رو که به فرهنگ و مردم خودش به نگاه انتقادی نگاه کنه، اون چطور میتونه چیزی رو به مردم خودش تحویل بده که همزمان که دستشون رو میگیره اما اونا رو بر بکشه؟ به قول شیون که میگه درباره شعر خودش و مخاطب شعر خودش میگه که میگه قد بسی کشن اونقدر که دست جپا تشین دراستر بده. در واقع مخاطبش میگه که تو باید قد بکشی تا دستت به میوه شعر من برسه. ولی سنت گیلان شناسی کلا قضیه رو میبره سمت دیگه‌ای و نتیجهش این میشه که ما انبوهی از مجله ها، رسانه ها، سایت هایی داریم که مشغول ثبت و ضبط زبان گیلکی، فرهنگ، فولکلور هستن. هر کسی بازی ها و کلمات و فرهنگ روستای خودش، شهر خودش داره ثبت میکنه، اما ما هنوز یک تریبون برای نقد این فرهنگ نداریم، یک تریبون برای نقد و بررسی موسیقی نداریم و کسی هم جرأتشون نداره. برای اینکه اولین نهیب اتفاقا از همون بلندگویی میاد که بابا این فرهنگ در حال مردنه، تو زورت به این میرسه، در حالی که آدم زنده نیاز داره که اتفاقا هر لحظه این نقد و این بحران رو تجربه کنه، بتونه به خودش بیاد. لابد مشکلی هست که ما داریم مزمحل میشیم، وگرنه که خب چرا داریم مزمحل میشیم؟ داستان از چه قراره؟ و خلاصه این که آره، اون تیپ از هنرمند حاصل یه داستان‌های دیگه‌ایه و مطمئناً اون گرایش سیاسی سوسیالیستی آدمی مثل پاینده لنگرودی موثر بوده، مطمئناً اون تربیت، اون مطالعه، اون درگیریش موثر بوده، ارتباطش با در واقع بدنی روشنفکری در ایران موثر بوده. هنرمند امروز ما مخصوصاً با این امکانات تکنولوژی امروز بیش از پیش داره ایزوله میشه، چه از طرف اون اندام روشنفکری جامعه، اون چیزی که از گذشته براش به ارث رسیده با همه اشتباهاتش و هم دوره‌هاش. الان اینطوریه دیگه، یعنی ما مثلا 100 تا نویسنده داشته باشیم توی لایجان یا تو دورش، مثلا 300 تا 400 تا اینا کتاب در میارن، اون 99 تا میان جلسه رونمایی کتاب این، ماه بعد رونمایی اون کیه، اونا میان رونمایی کتاب این. خلاصه دوره هم هستیم و داستان هم همینه و قرار هم نیست تغییر بکنه. و اون کار فرهنگی هم که گفتم که از دهه 70 جا افتاد و زیر سایه سانسور و سرکوب هم هی تبلیغ شد، اینجوریه که خیلی داره کار فرهنگی میکنه دیگه، چه اشکال لنه، همین که داری وضعیت تو کار فرهنگی کردی دمت گرم، خیلی ارزش داره. و این به نظر من نقد رو هم از ما گرفت و همه چی رو سخت‌تر کرد. اون مدل از روشنفکر هنرمند میتونن فضای نقد رو احیا کنن و بتونن یه خورده یه معیارهایی به وجود بیاره. ما معیارامون از دست دادیم. یعنی اگه شیوان فرومنی با هزار آرزو در اون سطح میاد ترانه فدایی رو میگه که بالاخره فرامرز از دعای بخونه، اون دل به دل کوی رای اون ترانه، ما اینجا الان اصلا یه چیز برعکسی داریم، یعنی ایزوله شدن از بدنه روشنفکری و از جامعه و همین هر کس برای خودش دنبال این که اعتبار نمادینی با لایک و فالوور رو یا دیگه نهایتاً بره رو آنتن تلویزیون بتونه کسب بکنه. این دیگه اصلا هنرمند ما وارد یک داستان دیگه‌ای شده، یعنی دیگه اصلا از اون زمینه جدا شده. من خیلی حرف زدم فکر کنم. نه مرسی، خیلی نکات دقیقی رو داری میگی، مخصوصا این نکته‌ای که راجع به در واقع ترویج دیدگاه موضعی در هنر معاصر گیلان شده خیلی نکته اساسیه. من میخوام به اون دهه 40 و 50 بپردازیم. تو دهه 40 و 50 خب اتفاقاتی در نهاد تولید هنر، مخصوصا هنر موسیقی توی گیلان میفته. مثلا رادیو گیلان خیلی مؤثره در اون دوره و طبیعتا هنرمندانی هم هستن که میتونن، چون ما داریم درباره گیلان صحبت
میکنیم. یعنی در واقع درباره استانی صحبت میکنیم که مفهوم آزادی خواهی توش خیلی جدیه، انتقاد، اعتراض، اینا جزء مضامین جدیه این جامعه تولید کننده فرهنگ و هنر هستن. اتفاقاتی که همین هنرمندا درش مشارکت میکنن در مرکز، در تهران، همین هنرمندا مثل نمونهش پاینده لنگرودیه، همین ها میتونن در گیلان هم سامان بدن. مثلا توی تهران اگه چند ترانه اعتراضی داریم، اتفاقا تو اونا هم شاعره که موسیقیدان دنبال خودش میکشونه و حلش میده در واقع که اون اثر خلق بشه. در واقع موضوع از شاعر شروع میشه. این اتفاق تو گیلان هم میتونست بیفته، باز موضوع از شاعر شروع بشه و بعد موسیقیدان هل داده بشه که اثر رو خلق کنه. چه چیزی کمه که تو اون دوره، تو اون دهه 40-50 ما تو گیلان اصلا این مضامین رو نمیبینیم؟ آیا نهاد موثره؟ خب توی تهران میدونیم نهادهایی وجود داشتن که قدرت داشتن، در کنار نهاد مرکزی که سانسور رو اعمال میکرد میتونستن یه سری تولیداتی داشته باشن، مثل کانون پرورش فکری، مثل نهادی که زیر مجموعه اشرف بود. ولی توی یه استان غیر مرکز نمیتونست یه همچین نهادی وجود داشته باشه. نهادها رسمی تر و دولتی تر بودن. آیا این کمبود نهاد، یعنی کمبود نهاد، نبود نهاد تولید کننده هنر باعث این اتفاق شد یا دلایل اجتماعی داشته؟ چرا این ارتباط تبدیل نمیشه به هنر اعتراضی یا هنر انتقادی؟ ببین، من قبل از اینکه جواب اینو بدم فقط خیلی کوتاه این رو بگم که اگر ما در هر دوره‌ای هم یه شکلی از بیشتر سیاسی بودن به نظر توی شرق گیلان سراغ داریم، اینو باید گذاشت به حساب داستان در واقع سابقه دراز دنبال دار شورش‌های دهقانی در گیلان و به ویژه منطقه لشتنشاه و کوچ اصفهان و این طرف. اینو من فقط دارم میگم که هر جای دوباره تکرارش نکنم. اما این بحثی چی؟ ببین، ما باید ببینیم که اصلا چطور شد که زبان گیلکی تو دهه 40-50 دوباره پررنگ شد. ما توی نشریه جنگل زمان در واقع کوچک خان و جنبش انقلابی جنگل شعر گیلکی داریم، شعر گیلکی سیاسی هم داریم. تقریبا میشه گفت با شعر گیلکی غیر سیاسی توی نشریه جنگل نداریم، یا مثلا در واقع اونا هم باید بیشتر تفسیر سیاسی کرد، دیگه نداریم. در دوره افراشته هم در واقع دهه 20 هم به همین صورت، یعنی هنوز زبان گیلکی، شعر گیلکی متصل و مرتبط با جمعیت‌های دهقانیه و جمعیت‌های دهقانی در گیلان همیشه به قول آقای آبراهامیان که میگه گیلان یه استثنایی در ایران که دهقان غیر انقلابی داریم در ایران، در گیلان دهقان انقلابیه، یعنی هر آن در آمادگی شورش رو داره و این اتفاق همیشه بوده و حتی تا همین دهه 80 هم ادامه داشته که اون حالا بحث جدای خودش داره. اما دهه 40 داستان دیگری داره. این یه خورده این قضیه ملیه، یعنی بحث اون هنرستان موسیقی ملی و هنرستان عالی موسیقی اینا هم هست، میدونی؟ یعنی ما یه رویکردی داریم از بالا شروع میشه، میخواد سامان موسیقی ما بده و خیلی هم خوبه، اما خب تضادی درش به وجود میاد، تضاد بین آنچه که به عنوان سنت باقی مونده و اون چیزی که به حال جهان تجربه کرده به عنوان موسیقی. بعد حالا اون چیزی هم که به عنوان سنت به دست ما رسیده، بحثش خیلی مفصله که اون سنت که حالا به عنوان موسیقی در واقع سنتی ایرانی ازش نام میبرن، این موسیقی ایرانی نیست، یه بخشی از موسیقی مردم ایرانه که توی دوره همین 150 ساله در واقع ثبت و ضبط شده. حالا ولی جدا از همین بحثا اونجا هم رفت داره. به هر حال دوره‌ای که روح الله خالقی میاد در واقع به میرسه که برای موسیقی ایرانی باید یک نهاد مستقل به وجود آورد و هنرستان موسیقی ملی رو به وجود بیاره، اونجا اتفاقات داره میفته. یعنی مثلا جزء کسانی که دعوت میشن آشورپور هم هست. خب و اون در واقع بعد از اینه که آشورپور شروع کرده به خوندن گیلکی یه جایی، منتها نه به صورت، حالا فکر کنم اون که هنرستان 1328 فکر کنم تأسیس شده دیگه، یعنی خیلی بعد از این ماجرا. ما تو این دوره در واقع دو تا رویکرد هست که به موسیقی گیلکی و زبان گیلکی اهمیت داره میده. یه رویکردیه که در واقع مخالف سیاست‌های پهلوی اول به اون شکله و در کنار دفاع از موسیقی ایرانی، از موسیقی مقامی و موسیقی محلی اینا هم دفاع میکنه و در کنارش هم در واقع اون جریانیه که
یه خود نگاه ناسیونالیستی داره. یعنی اینا لزوما منتقد سیاست‌های فرهنگی حکومت نیستن، یه شکلی از ناسیونالیسم که بخشیشون مثلا واقعا بزرگان مثل ابراهیم فخرایی خب به هر حال تو نوشته‌هاشون تو کارهاشون یه شکلی از این نگاه بومی و اهمیت دادن به این موضوع رو شروع کرده بودن و جا انداخته بودن. محمد بشرا از دهه 40 توی روزنامه کیهان صفحه شهرستان‌ها مطالب گیلان شناسانه و درباره گیلان میفرستاد و چاپ میکرد، درباره ورزاجنگ مثلا گزارش تهیه میکرد. و از اون طرف هم توی فرهنگ رسمی هم از اواخر دهه 30 در واقع اوایل دهه 40 یه شکلی از دفاع از سنت توی بخشی از فرهنگ رسمی به وجود اومد، برخلاف دوره پهلوی اول. یعنی مثلا شما میبینید مثلا یه جور حالا خیلی تبلیغ میکنن که شهبانو فلان کار کرد بسار کار کرد. خب شهبانو بسیار تو کارهای خودش پهلوی دنبال دفاع از سنت بود و فرهنگ سنتی. حالا اینکه با چه موضوع قرائتی بود اصلا کار نداره، فقط این کارو میکرد و کرده بود. و مثلا به خاطر همین که رئیس انجمن سلطنتی فلسفه میشه مثلا دکتر نصر، یک سنتگرا، یک کسی که مثلا واقعا به معنای واقعی کلمه سنتگراه. در نتیجه ما یه بخشی از کسانی که به فرهنگ بومی میپردازن کسانی هستند که منتقد حکومتن و اون در فرهنگ بومی چیزی میبینن جدا از اون و متفاوت از اون، نه اینکه استفاده ابزاری کنن، نه، حاصل اون دیدگاه این موضعه. یه گروه هم نه، با اون موضع سنتگرایی که اتفاقا از طرف بخشی از حکومت هم تایید میشده، مخصوصا تو دهه 40 میرن سمت این، چون تو دهه 40 اتفاقات مهمی میفته و ایران در واقع سعی میکنه نگاه فرهنگی تو جهان پیدا کنه. و یکی از ویژگی‌هایی که داره، به قول کارشناسای نولیبرال امروزی، یکی از مزیت‌های نسبی که داره این اگزوتیک بودنشه برای چشم غربی. در نتیجه همونقدر که مثلا منولی مظفری به عنوان یک شاعر چپگرای عاشق آرمان عدالت و اجتماعی و آزادی انسان میره سراغ افسانه رعنا، یک پژوهشگری که دنبال امر اگزوتیکه و اتفاقا با اون نگاه رسمی هم نگاه میکنه و دلش هم میسوزه که ندارن از بین میرن. اتفاقا اینجوریه قضیه. بعد از اون تحولات دهه 40 اتفاق میفته تو جامعه شهرنشین ایران، جفتشون میرن سراغ این موضوع. خب ولی از بین دو نفر، اونی که از این دو نگاه، اونی که امکان بیان، انتشار، حضور داره، مطمئنا دومیه. به همین دلیله که آقای محمد بشرا شعر نیمایی خیلی درخشان خودش ایلجار رو سال 48 سروده ولی سالها بعد چاپ کرده. منولی مظفری منظومه بسیار مهم و پرطرفدار نقاندار خودش رو خیلی قبل، میگم 10 سال قبل از اونی که، یا حالا کمتر از 10 سال، ولی به هر حال میمونه تا بعد از انقلاب تا منتشر بشه. شیون فومنی به همین صورت، خیلی های دیگه. و اینها دهه 40 و 50 بودن، حضور داشتن. دست کم اگه بگیم مثلا دهه 40 دوران خامیشون بود و مشغول آموختن بودن، دهه 50 دوران پختگیشون بود. و از اون طرف هم در موسیقی ما میگیم رادیو تلویزیون نقش مهمی داشته در بالندگی و تبلیغ فرهنگ بومی و مطمئنا رادیو تلویزیون نمیتونسته میزبان اون صدای اول باشه. در نتیجه ما تو تمام این دوران همین رو داریم. فقط تو بازی در واقع کوتاه مدت بهار آزادی بعد از انقلاب 57 که تمام در صندوق مانده ها چاپ میشن، تمام اون پنهان کرده ها منتشر میشن و ما میبینیم که ای بابا میمراما شعرهایی سروده بودی که قبلا بعضی هاشون نقل در واقع دهانها و نقل مجالس بوده. چه میدونم منولی مظفری فلان شعر رو داشته و اینها دارن بیرون میان، اینا منتشر میشن. اما این بهار کوتاه مدت تمام میشه و میگذره یک دوران در واقع سکوتی تا 70 که کم کم دوباره میشه مجوز گرفت، میشه رفت وزارت ارشاد درخواست کرد، اما دیگه خب کانالیزه شده. در واقع ما از اینجا دیگه با یک چیز جدیدی روبرویم. ما اینجا با چیزی به نام گیلان شناسی روبرویم که خب نطفه هاش رو در اون دوران دهه 40 50 با حمایت در واقع اون فرهنگ رسمی زده بودن، اما به حال قطع شده بود. در واقع تو دهه 50 چپ ها تونستن اون دیسکورس رو با یک دیسکورس آلترناتیو جایگزین کنن که در واقع تونستن اون مطالبات اقوام و اون فرهنگ بومی و موسیقی بومی تو همه مناطق رو ببرن تو یک زمینه انسانی، تو یک زمینه اینترنشنالیستی
و به همین دلیل که ما اون دوره این شکل از ناسیونالیسم رو نداریم. ولی دهه 70 دیگه داستان متفاوته، چهره‌های دیگری میان و مسیر چیز دیگری میشه و نقش صدا و سیما هم خیلی مهمه. مثلا ما میبینیم کارهای خیلی از هنرمندان دهه 70 دیگه تنظیم‌هاشون هم مشخصه که از چه کانالی عبور میکنه. خلاصه این که من فکر میکنم اینهاست که باعث شده ما دیگه توی محصولات فرهنگی خودمون اون صدا و اون نگاه رو نداریم و گیلان شناسی هم این رو دیگه فریز کرد دیگه. یعنی گیلان شناسی کاری کرد که واقعا الان شما تو اینترنت برو ببین، خیلی زیاده صفحاتی که راجب گیلکی، راجب گیلان، راجب همه چی هست، ولی برو ببین موضعشون چیه. آیا ببین یک ست راجب جهان در وضعیت امروز مینویسن، اگه مینویسن یک نگاهی دارن. مثلا آشورپور توی کوه داره حرف میزنه، یهو میاد راجب زبان مادری حرف میزنه. خب تو در حرفاش حتی یک جمله ناسیونالیستی نمیبینی، ولی میبینی که یهو به موضوع میپردازه. اینجا اما دیگه داستان تغییر کرده. اینجا ما دائم انگار یه گلدونی داریم که در شرف شکستن و خورد شدن، باید هی مراقب این باشیم و دیگه اصلا بحثای دیگه نیست. یعنی اون درگیری که مثلا منولی مظفری تو شعر نقاندار داره، رو در رویی راوی با خدا، با سرنوشت، اصلا اینجا دیگه اصلا مطرح نیست، اصلا مهم نیست. اینجا شاعر در فکر این، ترانه‌ساز در فکر اینه که دو تا کلمه جدید پیدا کنه، ضبط کنه که هم یه خورده به حال استادی بهش بگن، هم از اون ورم کمکی حالا بکنه صادقانه به زبان گیلکی، حتی اگر مخاطبش فقط 4 تا پژوهشگر مثل خودش باشن. از اون طرف هم حالا هنرمندانی هم داریم که دیگه خب خیلی پرطرف دارن، اما در همین سطح سعی میکنن ارائه کنن کارشون، چون رمز ماندگاریشون و این امکان که اون شیر در واقع شیر رو نبندن، شیر ارتباطشون با توده مردم رو نبندن، اینه که از این حد بالاتر نرن. و خب ما هم تو این وضعیت هستیم دیگه، گیر کردیم. خب همینجا ببین، من یه ذره عقب‌تر برگردم. گیلانی‌ها همیشه مثلا توی دوره مدرنشون، یعنی از مشروطه به این و توی نهادسازی خب خیلی خوب بودن و این نهادهایی که ساختن خیلی مولد و باعث به وجود آمدن فرهنگ شده. مثلا جمعیت فرهنگ رشت نمونه شاخص و درخشانه دیگه که در تاریخ ایران اصلا کم نظیره. یا مثلا انجمن‌های شهرهای مختلف که خیلی نهادهای خوبی ایجاد کردن، تئاتر ایجاد کردن، پرورشگاهی که به هنر میپردازه ایجاد کردن، موسیقی ایجاد کردن. از در دهه 40 و 50 البته سانسور خیلی قوی بوده. سانسور و در واقع فشارهای سیاسی باعث شده که بعضی از این هنرمندان رانده بشن. خود پاینده بعد از کودتای 28 مرداده که از گیلان فرار میکنه، نشون میده که فشار روی گیلان اینقدر زیاد بود که اینا مجبور میشدن که رد خودشون رو گم کنن. سانسور طبیعتاً یک عامل مهم بوده، ولی نهادها چرا دیگه ایجاد نمیشن؟ یعنی انگار تا اون موقع، تا قبل از در واقع سال 35 تا شروع دهه 40 این روند نهادسازی همچنان بوده و مولد بوده، ولی بعد خیلی کند میشه. دلیلش رو در کجا میشه جستجو کرد؟ آیا مثلا میشه ربطش داد به موضوع اصلاحات ارضی و برهم خوردن مناسبات تولید و عوض شدن در واقع جایگاه قدرت و ثروت و اینها؟ یعنی آیا اون نهادها یه وابستگی اینجوری به در واقع مراکز ثروت و قدرت توی گیلان داشتن، از اونجا ارتزاق میکردن که دیگه نتونستن گیلانی ها نهادهای مستقل خودشونو، منظور از مستقل یعنی مستقل از دولت مرکزی، ایجاد بکنن؟ دلیل اصلی چی بوده؟ عذر میخوام، منظور نهادهای سیاسی یا نهادهای فرهنگیه؟ من اینو متوجه نشدم. منظور من نهادهای مدنی و نهادهای فرهنگی، بیشتر نهادهای فرهنگی و کمتر نهادهای مدنی. ببین خب باز طبق معمول حتما بیش از یک عامل داره، ولی خب یه چیزی رو ما باید در نظر بگیریم که وقتی با از جامعه استبدادی حرف میزنیم، یکی از ویژگی‌های جامعه استبدادی اینه که امکان شکلگیری دراز مدت نهادها رو از جامعه میگیره. یعنی میبینیم دیگه همیشه میگن مردم ایران حافظه تاریخی ندارن، این عبارت رو تکرار میکنه.
من همش حرفم اینه که میگم باشه مثلا آخه حافظه تاریخی، الان مثلا من یه نفر این حافظه فردی خودم رو چطور میتونم داشته باشم؟ من یا باید توی سلولهای مغزم اینو سیو کنم، یا باید یه کاغذی جایی بنویسم سیو کنم. من اگه کسی باشم که چه میدونم روزی 10 بار با پتک بزنم تو سرم، یعنی سلول سالم تو مغز من مثلا نباشه، و یه نفرم باشه که هفته یه بار به کاغذهای منو پاره کنه، خب معلومه من ممکنه 2 ماه بعد یادم نیاد که 1 ماه قبل چی کار کردم. یک جامعه هم همینطوره. اون چیزی که به عنوان حافظه ما نام میبریم، این فرهنگ مگه چیه؟ فرهنگ انتقال یک سری دانسته ها، یک سری داشته ها، یک سری آگاهی ها، تجربیات به صورت نسل به نسل در گونه انسان، ولی از راه غیر ژنتیک. یعنی در واقع با ژن جابجا نمیشه. حالا خانواده، آموزش، حکومت، هر چی که هست، همه اینا فرهنگن و در واقع داستانش جدا از ژنتیک. خب حافظه برای یک جامعه از چی میاد؟ از تشکیلات، حزب، نهاد، مؤسسه، کتاب، سند، در واقع امکان تشکیل اجتماعات طولانی مدت به لحاظ زمانی که بتونن نسل به نسل منتقل کنن. ما از هیچ چیز آرشیو نداریم، از هیچ چیز سند نداریم، هیچ باقی ماندی از چیزی نداریم. هر کس که هر جا اومد خواست یک عمارتی نو بسازه و همه چی رو از بیخ و بن بزنه ویران بکنه. در شکلی نهادها سرکوب خیلی موثر بوده. در دوره پهلوی که خیلی، مخصوصا پهلوی اول، خیلی زیاد گرچه تو اون فضا اتفاقهای افتاد، تا امروز داستان از همین قرار بوده. به ویژه تو دهه 60 خب اصلا امکان این مسئله نبوده. تو دهه 70 تلاش شد که اتفاق بیفته، ولی تنها کانالی که باز گذاشته شد همون گیلان شناسی بود. در نتیجه رو اون اساس شکل گرفت. تحلیل این بود که اشکال نداره، این هم به هر حال مسیریه. اما مشکل اینجاست که گیلان شناسی یک سنته، این نهادهای خودشو داره و نهادهای جدید رو هم با اون قرائت خودش پیش میبره. در گیلان شناسی ما به دلایل مختلف، و تو مقاله آتش که یک مقاله مفصلی در نقد وضعیت شعر گیلکی، سعی کردم درباره اون اتفاقاتی که توی دهه 70 افتاد و ذیل کار فرهنگی کردن، در واقع یک شکلی از پرداختن به فرهنگ رایج شد که فردی بود و نه نهادی، سعی کردم توضیح بدم که چه اتفاقات اقتصاد اجتماعی و سیاسی به اینجا رسوند قضیه رو. خلاصش ولی اینه که این نهادها نتونستن شکل بگیرن الا در این کانال‌های از قبل کانالیزه شده. گیلان شناسی به مثابه یک سنت امکان رو از روشنفکر و پژوهشگر و هنرمند درگیر خودش گرفت برای اینکه به فرهنگ بومی با دید انتقادی نگاه کنه. یعنی حالا دیگه هنرمند نه تنها نمیتونه به جامعه و حکومتش انتقادی نگاه بکنه، بلکه به فرهنگ خودش هم نمیتونه انتقادی نگاه بکنه. مشکل ما شد 2 تا به جای اینکه یه دونش حل شه. و خب ما در گیلان گفتیم یک زیست، مخصوصا تو مناطق جلگه‌ای، زیست دهقانی ویژه‌ای داشتیم که چه به لحاظ سیاسی، بلوک‌های قدرت، و چه به لحاظ ابعاد خانوار برای کشاورزی متراکم و اتمیزه شده، اما در روابط مشخص بودیم. اون روابط مشخص با فروپاشی مناسبات ارباب رعیتی فرو پاشید. با اصلاحات ارضی مناسبات جدیدی بر کل جامعه حاکم شد و تو این مناسبات تا دورترین روستاهای ما هم رفت. این مناسبات جدید اما روی همون اساس فرهنگی زیست دهقانی ما استوار شده. من مثال میزنم برای اینکه راحت‌تر متوجه بشیم. تاریخش رو بگم ممکنه اشتباه کرده باشم. اواخر دهه 70 شمسی که ما یه موج مهاجرت زیاد داریم به شهرها دوباره و به ویژه در لاهیجان. ساختمان‌هایی که در شهر لاهیجان دور ساخته میشه، ببینیم فکر کنم دیگه جوکم شده بود تو استان گیلان. مثلا اگه 3 واحد داشت، 3 تا حیاط جدا براش درست می‌کردن با 3 تا در جدا که این 3 نفر که آپارتمان نشینن به هم برخورد نکنن. ماشینشون دارن جایی که پارک میکنن حیاط خودشون باشه، پله‌ای که میرن بالا راه پله خودشون باشه. یعنی شما مثلا خونه میدید تو لاهیجان هنوزم بعضیا هست مثلا 6 تا دره ماشین روه، یعنی دیگه دیوار نداره.
و خب کسی که اومده اینجا مشخصه جایی زندگی میکرده که عرصه و ایام مال خودش بوده، رو ایوونش میتونسته بیسته و تا اونجایی که آباد کرده رو ببینه و معلومه که دلش نمیخواد از یه راپله‌ای بره بالا که 5 تا خانواده دیگه هم دارن بالا پایین میرن. ببین مناسبات جدید اما بقایای فرهنگی از یک مناسبات دیگه. حالا تو فکرشو بکن، توی گیلان بدون نهاد، بدون شکلگیری هیچ چیزی که بتونه در واقع یک نگاه انتقادی به وجود بیاره، یک نگاه تحسین آمیز از هر آنچه که از گذشته برای ما باقی مونده. یعنی من بارها دیدم مثلا میرم نمایشگاه فلان جایی گاژرا مثلا گذاشتم اونجا، یارو مثلا اشک حسرت میریزه، میگم بابا اون کشاورز دهنش سرویس میشد با این گاژرا میخواد شخ، تو به جای اینکه خوشحال باشی که یه موتور ساخت حالا ژاپن اومده اینو کمکش کرده و به جای اینکه به این فکر کنی که چرا ما در این سرزمین نمیتونیم یه موتور کشاورزی مناسب بسازیم، و این دغدغه‌ای بود که امثال منولی مظفری داشتن. میخوام بگم که ما پژوهشگران داشتیم که اینجوری بودن. خب تو به جای این اون رو تقدیس میکنی و احتمالاً هم مثلا چه میدونم دنبال اینه که یه جایی دوباره اون رو احیا کنی. خب توی همچین وضعیتی این فرهنگ بگم فردی، بعد تصور میکنم منظور این فردگرایی مدرنه که حالا اینم من همچین طرفدارش نیستم، ولی نه این یه فردگرایی ما قبل مدرنه که حالا امروزه دیگه دگردیسی پیدا کرده و حالا هر جوری که اتفاق افتاده. این فرهنگ نه تنها نقد نمیشه و ابزارش هم نیست و نهادش هم نیست، بلکه تبلیغ میشه و میبینیم از اون برم نهادهای دولتی هم شانه خالی میکنن کم کم از زیر بار سر مسئولیت‌ها. ما میبینیم کارهای مهم ما تو حوزه فرهنگ گیلکی رو دوش افراده. جمعی هم اگر بوده درخشان بوده و خیلی زود فرو پاشیده. مثلا جمع دامون، مجله دامون که سال 58 منتشر میشه و خب آغازگر خیلی اتفاقاته و جمعی بوده که همشون از بزرگان ما هستن و بعد هر کدوم مسیر خودشون رو میرن. این فردگرایی بعدها اصلا دیگه در مقابل هر شکلی از تلاش برای نهادسازی قرار میگیره، در حدی که ما دیگه تو دهه 90 که امکان گرفتن مجوز برای نهاد زیادتره، ما اینجوریه که میبینیم هر شاعر و نویسنده و هنرمند رفته دنبال مجوز برای مؤسسه خودش. یعنی مثلا همین خانه فرهنگ گیلان حاصل همنشینی یک جمعی از روشنفکران اهل فرهنگ رشتی بود، خب و البته غیر رشتی، اما الان دیگه اینجوری نیست و همه اینها دست به دست هم میده. یعنی اون فشار قانونی، اون تاریخ سرکوب و حذف، این تقدیس فرهنگ گذشته‌ای که به نظر من درست نیست. بعضی چیزا باید نقد بشه. ما در گیلان شناسی به جای اینکه بشینیم به این فکر کنیم که چه بلایی سر جامعه اومده که از یک زیست کشاورزی مبتنی بر نظم خودش که اتصالهای اجتماعی خودش رو داشته، یعنی کشاورزی که اگه مثلا توی روستای خناسر بوی منطقه اصلا دور افتاده بیجاردهش، اون دور بود، حتی ممکن توی روستا یه خونه اونقدر دور بود که گویش گیلک، زبان گیلکیش و گویش خاص خودشو داشت تو هم روستا، ولی کاملا شکل آبیاری کشاورزی بعض مشخص بود، نظم اونا از اما آنچه که به جاش نشست بدون این نگاه انتقادی، هر چی که داشته بود خوب بوده. هر چی که من میگم ما مورد داشتیم، هنرمند موسیقی ما عزیز ما استاد ما میخواست اجرا کنه با نغاره، دوست دیگر ما نوازنده سالار ضربی این چوب نغاره رو میگفت من دوست دارم، عادت دارم، به من راحت تره به جای اینکه اینطوری بگیرم بزنم اینطوری بگیرم بزنم. اون استاد اجازه نداد، گفت که باید همون جور بزنی که حالا مثلا فلان استاد عزیز در دوران کهن میزد. خب تو دیگه از این نوازنده چه می‌دونی؟ نوازنده مطمئن باش تو زبان دیگه تو فرهنگ دیگه هر کاری دلش خواست میکنه، ولی اینجا که میاد منقبضه، اینجا داستان دیگه ای داره و در کنارش هم خب دیگه میگم باز خیلی عوامل دیگه هم هست. یعنی خود میگم نگرفتن نهادها عوامل زیادی داره، ولی مهمترینش به نظر من سانسور سرکوبه که شما یه مؤسسه، یه مجله که یه دیری به پایه نمیبینید و اگرم میبینین مثل گیلوا افتخارش هم به اینه که طول کشیده و در واقع عمری رو از سر گذرونده. راه حلش این بوده که به قول ما کار به گاوگوسفند کسی نداشته باشه، مراقب باشه، رعایت کنه، بسیاری از حرفا رو نزنه، نه در مورد حکومت ها، نه اصلا خودمون. یعنی
مسئله نقد یعنی بشینه مثلا فلان شاعر فلان کار رو نقد کنه. یعنی ضعیف بودن ما دائم بهانه‌ای شده برای تداوم عوامل تضعیف کننده و در واقع یه جورایی بها دادن به اونها. حالا همینجا من فقط یه مثال بزنم، یه مثال از اینم بزنم. ببینید ما مثلا میگیم موسیقی فولکلور گیلان خیلی خوبه، آره خوبه، ولی ما باید بدونیم ببین 200 سال بعد 400 سال بعد موسیقی که مردم امروز تو عروسیشون گوش میکنن از تتلو تا چه میدونم سوزان روشن همه مدل، خب این نمیتونه صرفا با نگاه موسیقیایی یا حالا ایران شناسانه موضوع مطالعه باشه که ما همین الان میدونیم این رو که اینجوری نمیتونه باشه. ما نمیتونیم مطرب رو مثلا با احترام تمام به همه دوستان و عزیزانی که تو موضوع موسیقی بومی کار میکنن، پدیده مطرب پدیده‌ای بوده در گیلان ویژه مناسبات ارباب رعیتی که دو رو داشته، دو چهره داشته. یعنی مطرب در عروسی یا جشنی که صاحب مجلس ارباب بوده برای خوش آمد ارباب هر کاری میکرد، هر شیرین کاری که در شأن انسان حتی شاید نباشه، شیرین کاری هایی که حتی شاید من اینجا خجالت بکشم تعریف بکنم. خب آیا این رو باید حفظ کرد؟ آیا ما باید در قامت هنرمند امروز این رو احیا کنیم؟ آیا این ارزشمنده؟ خب نیست. چی کار کنیم؟ چه روش، چه ابزاری داریم برای شناخت که به ما کمک کنه که هم ما هم مخاطبمون بفهمن که ما اگه میگیم روستای عین شیخ مرکز مطربان و موسیقی بومی و خیلی ارزشمنده، همزمان هم بفهمیم که توی اون این چیزا هم هست. فرهنگ بله قربانگویی هست، فرهنگ رعیت بودن هست، فرهنگ چه میدونم ریاکاری و فرهنگ توسری خوردن هست، فرهنگ این که زبان گیلکی تو در مقابل ارباب یک زبان مسخره بازیه هست، فرهنگ این که تو اجرای موسیقی خودت باید به کمک ترانه، حتی به کمک ساز و اشباه‌های توی نوازندگی و پارازیت‌های خودت بخندونی جماعت رو هست. ولی آیا موسیقی فقط تو ساحت عروسیه یا نه ساحت‌های دیگه‌ای داشته؟ همه اینها به ما میگه که کسی که داره توی این حوزه کار میکنه باید مسلح به یک دید انتقادی باشه. حالا که اون نهادها رو هم نداریم، چنین فردی باید بتونه متاسفانه جور یه شکلی از ارگان یا نهاد بودن رو بکشه، به دوش بکشه، بتونه در واقع آدم‌های رو دور خودش جمع کنه، نه به معنای نوچه پروری، به معنای ارتباط‌های همکارانه. توی ایران تو فارسی خودت گفتی تو موسیقی اعتراضی هم حتی اینطوری بوده. یعنی تو وقتی میگی ایرج جنتی عطایی یه تیمن، یه جمعن، یه شبکه‌ای از روابط دوستی ها و زندگی هاست. اینها دیگه اصلا از این جای بعد ناممکن شد و با جا سنگین شدن اساتید ما هم که همین گیلان شناسی و اون مجموعه اون بزرگداشت‌ها و اون سالن‌های اداره ارشاد و اون در واقع شکل پرداختن به فرهنگ، شکل دولتی از این پاسداشت کنیم، نمیدونم اونو بزرگداشت کنیم، اینو نگهداشت کنیم، اونو داشت کنیم، این عملا باعث شده که دیگه هنرمندای ما هم جایگاه خودشون رو در واقع جور دیگه‌ای ببینن. آره مرسی. حالا امیدوارم یه فرصتی دست بده راجع به این فردگرایی بیشتر صحبت کنیم، چون به نظرم خیلی موضوع جدیه. یعنی کاملا انگار افت کرده جامعه فرهنگی هنری گیلان. تو شهر من انزلی که اصلا این موضوع باعث شده که تقریبا میتونم بگم انزلی تولید فرهنگی هنری نداره. یعنی شهری که میتونه داشته باشه، یکی از دلایل مهمش همین فردگرایی عجیب و غریب بوده و انگار این فردگرایی تو بگو حرفت یاد نره. فقط انگار این فردگرایی یک زمان مشخصی هم، یک دوره مشخصی متولد شده. البته این حرفی که میخوام بزنم خیلی کم عمقه و پژوهشگرانه نیست، ولی یه مثال شاید بشه دریچه‌ای بشه برای ورود به موضوع. مثلا روابط این سه نفر، یعنی فهیمه اکبر و آشورپور و سعدیپور،
میبینیم به کل خالی از هر گونه فردگرایی. اصلا آدمی مثل آشورپور با چجوری میتونه با آدمی مثل سرتیپ‌پور رابطه داشته باشه؟ یعنی اون دیدگاه و اون بک‌گراند و اون جهانبینی با این دیدگاه و این جهانبینی قاعدتا این دوتا نمیتونن اصلا با هم رفیق باشن و رفاقت کنن، ولی اینقدر با هم دیگه خوب مچ میشن و اینقدر خالی از هر گونه فردگرایی ان که وقتی تاریخ اون چند سال مرور میکنیم گاهی قاطی میکنیم که حالا این اثر رو اول این خونده یا اون خونده، یا این به نام اینه یا به نام اونه. اینقدر مبرا از این داستان ها و حرف ها هستن، دائم میخوان کار کنن، میخوان اجرا کنن، میخوان تولید کنن، فقط به این فکر میکنن. و بعد یه دوره‌ای میرسه که اصلا در واقع چند دهه بعد اساتیدی که الان از اون دوره باقی موندن همین امروز دارن سر یه آهنگ همدیگه رو تیکه پاره میکنن. خیلی عجیب غریبه، یعنی انگار یه توی دوره‌ای این فردگرایی متولد شده. شاید بازم به اون تغییرات اجتماعی شدیدی که تو گیلان اتفاق افتاده مربوط باشه، ولی واقعا یه بحث مفصلی میشه. آره واقعا درست میگی. من فقط خواستم به این بحث 3 تا نکته اضافه کنم. یکی این که ببین ما یه اصلاحات ارضی رو از سر گذروندیم که خیلی مهمه. در واقع دهه 40 تحولات عجیبی توی ایران و توی گیلان به وجود آورد و حالا اون میگم خیلی واقعا بحث مفصلی، اما یه چیز کوچیک اینجا من فقط بگم و اون اینه: ما تو اوایل دهه 50 دیگه شکلگیری یک سری صنایع رو در استان گیلان داریم. ببین آرمین جان، فرهنگ که از مناسبات کشاورزی دهقانی، یعنی کشاورزی که مرغ و خروسش مال خودشه، باقلو چه میدونم سیر و خیار و هم مال خودشه، برنجش مال خودشه، شیر و پنیر هم مال خودشه، مازادش هم میفروشه و یا به ارباب میده، خلاصه یه مناسبات این شکلی داره. و اون مدل از انزوا، شاید بگیم به جای فردگرایی بهتره، اون مدل از انزوای آسیایی رو داره توی همه جوامع. اینطوریه توی همچین شرایطی اون چیزی که این رو در واقع متحول میکنه مناسبات مدرنه و مناسبات مدرن پایه‌های مادی داره و صنعت یکی از پایه‌هاشه. یعنی شکلگیری گروه‌هایی از انسان‌ها تو این جامعه که نیروی کارشون رو میفروشن و واجد یک شکلی از مناسبات منظم کاری توی محیط‌های صنعتی و گروهی و جمعی هستن. چیزی که برای مردم گیلان تازگی داشت، نه در همه حوزه‌ها. من باز تاکید می‌کنم تو بعضی از حوزه‌ها اینطور نبود، به طور کلی ولی دارم میگم صنعت و پرولتاریزه شدن بخش‌های از جامعه یکی از عواملیه که اون فردگرایی رو به اون شکل انزوا در واقع محدود میکنه و یک شکل جدیدی از فرهنگ رو به وجود میاره. فرهنگی که در واقع حاصل ساختن و تولید کردنه. این فرهنگ در خودش اعتماد به نفسی داره. در گیلان عمر صنایع ما خیلی محدود بود و خیلی زود تمام شد. در واقع یه رویایی بود شیرین که خیلی زود به پایان رسید. برای اینکه اصلا خیلی ها میگن که دلیلش این بود که اونایی که ساختن لایق بودن، اینایی که داشتن نالایق بودن. نه، این نیست قضیه. بحث مفصلیه، ولی من فقط این رو بگم که از اینجا وارد نکته دوم میخوام بشم. ما ببین دیگه در قرن 19 به بعد و در جهان در قرن 20 بیش از آن که فرهنگ داشته باشیم صنعت فرهنگ داریم. یعنی پول توی اون نقش داره. یعنی هنرمند بودن و اثر تولید کردن دیگه یه پاشم توی بازار و توی اون گردش پوله و در نتیجه نمیشه اینا جدا از هم دید. تو گیلان قشر در واقع سرمایه دار به اون معنا، چه سرمایه‌داری بورژوا در واقع تجاری و چه تولیدیش، ویژگی‌های خودشونو دارن. یعنی ما می‌بینیم مثلا تو جنبش انقلابی جنگل متحد بورژوای، حالا بورژوا میگیم منظور به اون تعریف کلاسیکش، بورژوای میرزا در واقع بخشی از بازارن که وابسته به صادرات و وارداتن در انزلی، پیر بازار، رشت. سرمایه‌داری که در گیلان قدرت داشته و داره بخش مستقلات بوده، یعنی به خاطر زمین و بساز و بفروش و ویلاسازی، و که جدیدتره و بخش در واقع تاجر پیشو و اهل واردات بیشتر تا صادرات. حالا و خب ما باید بدونیم دیگه، یعنی
پولی که در استانم هست و خرج میشه اگر بشه برای فرهنگی که در خدمتش هست از این مسیرها میاد و مشخصا به مسیری هم میره که باب میل اون باشه. یعنی ما اگر میبینیم که الان هنر و فرهنگ ما فلان تالار، فلان سفره‌خانه، فلان قلیانسرا اجرا میشه یا فلان همایش تو منطقه آزاد انزلی برگزار میشه، خب طبیعیه، یعنی راهی جز اینه. همه جای جهان همینطوریه. باید ببینیم ویژگی‌های سرمایه‌داری بومی ما چیه که اینجور جاها به این شکل با این استتیک با این زیبایی شناسی داره خرج میشه. و نمیشه حالا خیلی هم در واقع دیگه به تاریخ سخت گرفت. خود شانس تاریخی ما هم هست دیگه. نکته در واقع دوم من هم این بود که ما در واقع من 2-3 رو با هم گفتم که اون صنعت فرهنگ با اون شکل سرمایه‌داری به حال جای خرج میشد و میشه و میبینیم دیگه دوره ارباب رعیتی هم به همین دلیل که اون مدل از اجرا، اون مدل از موسیقی بیشتر زندگی میکنه و دوام میاره. و از اون طرف هم در گیلان فقدان یک شکلی از صنعتی شدن حتی در سطح کشورهای مثل خودمون، ما از اونم پایین‌تریم دیگه، باعث شده که دیگه سرنوشت فرهنگ ما با اون شکل فرهنگ منزوی آسیایی و فردگرایی بیفته در دست در واقع اون چیزی که طبقه حاکم ما حاضر پاش پول خرج کنه و براش اجازه صادر میکنه. حالا وضعیت انزلی که البته انزلی یه سری عوامل دیگه هم باید در موردش در واقع در نظر گرفت. انزلی بعد از انقلاب یه خورده از نیروهای خوشفکر و نیروهایی که سالم و در واقع خوشفکر بودن یه خورده تصفیه هم شد. یعنی این اتفاقات هم افتاد، مثلا لنگرود هم این اتفاق براش افتاد، این هم باید در نظر گرفت. ولی غیر از اون آره، یعنی این وضعیت ما که پیوند خیلی زیادی با فرهنگ و در واقع اقتصاد و صنعت ما داره موثر بوده و ما در واقع می‌بینیم شهری انزلی زمانی چه داشته و الان چه وضعیتی داره. بله، این نکته که راجع به صنعت هم گفتی، اونم باز یه بحث جذابیه. مخصوصا انزلی میتونه یک نمونه مطالعاتی خوب باشه چون جزو معدود شهرهای آره حتما، چون جزو معدود شهرهای ایرانه که واقعا صنعتی بوده، هیچ گذشته کشاورزی نداره و یک گذشته صنعتی طولانی داره و اون اتفاقی که خب برای صنعت در همه جای گیلان افتاده برای اینجا افتاده. اما اگه موافق باشی به آشورپور بپردازیم یکم. من میخوام از اینجا شروع کنم که از همون بحث قبلیمون، یعنی موضوع در واقع نگاه مدرن و مضامین انتقادی و اعتراضی شروع کنم. با یه خاطره میخوام شروع کنم، اونم این سال 80 بود. ما انجمن داستان نجدی رو توی انزلی تأسیس کرده بودیم. برای افتتاحیه این انجمن از آقای آشورپور دعوت کردیم بیاد به مراسم. و خب اون موقع ما خیلی آشورپور رو نمیشناختیم. سال 80 چند سال بود تازه اومده بود ایران و اومد پشت تریبون در حضور بیضایی و این آدم یه کار خیلی عجیب کرد. همش اشعار اعتراضی و سیاسی، حالا کلمه سیاسی خیلی نامربوطه، من خوشم نمیاد از این کلمه استفاده کنم، ولی فقط این اشعار رو روش تکیه کرد و بیشتر اینها رو خوند و خیلی هم ترانه‌های سطحی بودن در مقابل کارهای خوبش. ولی انگار این آدم یک عقده‌ای در درونش بود، می‌خواست اونجا بیرون بده. یعنی انگار چون آشورپور آدمی بود که به این و اون گیر نمیداد، از هیچ کسی پشت سر کسی صحبت نمی‌کرد، کسی رو زیر سوال نمی‌برد، هنرمندی رو پایین نمی‌کشید. این خصوصیات اخلاقیش باعث می‌شد که این کارها رو نکنه. ولی انگار این در درونش یه تلمبار شده بود، این غیظ، که بابا این همه ترانه دیگه راجع به در واقع احساسات و نمیدونم مضامین کار و کودک و اینجور چیزا دیگه بس دیگه، یه ذرم شعر گیلکی به چیز دیگه، ترانه گیلکی به چیز دیگه بپردازه. رفتارش اون شب خیلی عجیب بود، یعنی خیلی غیر عادی بود برای یه آدمی که میدونه وارد چه فضایی شده و میدونه چه تأثیری داره این کارش، میاد اونجوری واکنش نشون میده. که حالا در واقع حواشی هم به همون شب رئیس ارشاد انصاری رو عوض کردم به خاطر شعرهایی که ایشون خوند و خیلی حواشی اینجوری هم داشت. ولی میخوام به این موضوع بپردازم که آشورپور توی سالیان بعدی
دوستانی از سر مهر، یعنی بابک عزیز و حسین عزیز و محمد عزیز، همه این هر سه نفر از سر مهر بهش کمک کردن و کمک کردن 2 تا کنسرت برگزار شد، یک کتاب خیلی خوب منتشر شد. من شکی ندارم که از سر مهر این کار کردن و واقعا بعد ازشون ممنون بود که این کار بزرگو در اون دوره کردن. اما این دوستان هم حالا شاید تحت تاثیر در واقع سانسور در اون زمان و فشارهای اون زمان باز از آشورپور خواستن که به بازخوانی کارهای معروف بپردازه، کمتر از اون چیزی که میخواست در درونش جمع شده و میخواست بیرون بده اجازه دادن که بیرون بیاد. حالا واقعا در واقع موضوع ممیزی موضوع جدیه اینجا، اما در محافل خصوصی هم این اتفاق نیفتاد. یعنی ما نمیبینیم که یک نوار در یک محفل خصوصی ضبط شده باشه، یه نوازنده کنار آشورپور ترانه‌ای که آشورپور دلش میخواد بخونه رو از تولید بشه تو محفل خصوصی، یا یه شاعری مثل پاینده یا مثل یه شعری مثل شعر مظفری آشورپور ورداره اینو توی محفل خصوصی بخونه، چیزی که واقعا ارضاش میکنه دوست داره بیرون بده در بیاد. توی فیلمی که مستندی که کاوه چلنبری از آشورپور ساخته، یه صحنه‌اش خیلی جالبه که داره حرف میزنه و انتقاد میکنه و به زمین و زمان گیر میده و اینا، و یهو به کاوه برمیگرده که پشت دوربین میگه نترس، من دارم این حرفو میزنم، تو چرا میترسی؟ و این روحیه توی آشورپور بود که دوست داشت این سد رو بشکنه، دوست داشت ابراز اعتراض رو داشته باشه، ولی هیچ محفلی انگار هیچ کسی کنارش قرار نمیگیره که این تولید کوچیک حتی اتفاق بیفته. توی شرق گیلان آشورپور خب بیشتر سالهای که در واقع بعد از دوره خاتمی وارد ایران شد و سالهایی که قبل از مرگش در بین گیلان و تهران در رفت آمد بود، در شرق گیلان میگذروند. دوستان بیشتری که دعوتش میکردن در شرق گیلان بودن، ولی تا جایی که منم میدونم، شاید اطلاعات من کم باشه، هیچ اثری خانگی با این مضامین باقی نمونده از اون محفل ها، درسته؟ منم چیزی نشنیدم، حالا نمیدونم شاید باشه ولی من چیزی نشنیدم. نه. آره. خب اگه موافقی از همین در واقع موضوع و از همین دریچه دیگه وارد بحث آشورپور بشیم. موضوعی که فکر میکنم تو هم علاقه‌مند باشی به صحبت درباره‌اش، اونم موضوع روشنفکر، هنرمند و روشنفکر و آشورپور به عنوان یک نمونه که این دوتا رو در واقع تلفیق کرده. آره، برای من آشورپور این جایگاه رو داره. ببین ما یه چیز باید در نظر بگیریم. آشورپور دوره فعالیتش که حالا 2 دوره با رادیو تلویزیون فعالیت داشته و جز اون هم حالا فعالیت‌های داشته، این فعالیت‌ها از این جای بعد دیگه به عنوان کسی که میخونه قطع میشه. خودش سالها بعد در مصاحبه‌ای با نشریه دامون به زبان گیلکی چاپ شده میگه که من در صدای خودم چیزی دیدم که احساس کردم که نباید بخونم. در واقع دیگه اون شکل از جایگاه خواننده رو دیگه برای خودم قائل نیستم، که حالا این خودش از ویژگی‌های این انسانه که یه همچین نگاهی داره و حالا میشه راجبش حرف زد که چطور یه هنرمند اینطوری به قضیه نگاه میکنه، که خودش به خاطر اینکه اون هنرمند یه واجد یه جهانبینی مشخصه راجبه همه چیز از جمله هنر خودش. ولی تو دوره‌های بعدی دیگه آنچه که از آشورپور هست، پیش از آن که کسی باشه که کارهای جدیدی اجرا میکنه، میخونه، به جای کنسرت میذاره، یک فیگور موجوده که کارهاش همه جا خونده میشه و طرفدار داره. یه دوره ای رو میشه گفت که حالا باشه این تبلیغات اون حزب توده بوده که باعث شده این طرفدار پیدا، ولی بعد از اون ادامه پیدا میکنه. دوره‌های بعدتر که دیگه خب آشورپور سن زیادی هم داره، امکان این که بتونه ارتباطی با مخاطب داشته باشه، اجرای عمومی داشته باشه، معمولا به واسطه دیگران بوده و اگر اون امکان قانونی بوده با فشارها و مشکلات زیادی مواجه بوده. تا جایی که مثلا من یادمه حتی پوستر اجرای آشورپور، پوستری که برای تهران مجوز گرفت، برای رشت یا حالا برعکس فکر کنم برای رشت مجوز نگرفت. خلاصه از این حساسیت‌ها همیشه بوده. اون دوره‌ای که آشورپور فعال بوده، ارتباطش با
رفقای هم آرمان و هم فکر و هم مرامش و هنرمندانی که اگر هم مرامش نبودن اما با اونها امکان همکاری وجود داشته، به هر حال اونجوری بود که راجبش حرف زدیم. اما دوره‌های بعدتر دیگه این ارتباط تحول توش اتفاق نمیفته. آشورپور هم دیگه به اون صورت دنبال اجرای کارهای جدیدی نمیره. ولی حالا این که اون توضیح کوتاهی در ادامه اون مقدمه تو بود که بخوام بگم چرا شاید اونطوری بوده. به حالا تو شرق گیلان اگر بیشتر حضور داشته، این رو باید در واقع علاوه بر یه سری روابط فرهنگی و هنری، یه سری روابط در واقع فکری و ایدئولوژیک رو هم در نظر گرفت. اما خب آشورپور ما میبینیم با اینکه خب حتما گرایش سیاسی و فکریش اهمیت داشته، اما اون در واقع زیر سایه حزب توده نیست و اصلا اینطوری کسی بهش نگاه نمیکنه. و این به خاطر اینکه آدم یک ویژگی‌هایی داشته که تونسته از زیر اون سایه بیرون بیاد و اصلا چه بسا برعکس بشه. یعنی اون حزب خیلی تلاش بکنه که یه جورایی از اعتبار این هنرمند در حال کسب اعتبار بکنه، یه کردیتی بگیره. این مسئله خیلی توش همین ویژگی روشنفکر بودن مهمه. ببین روشنفکر کلمه‌ایه که دیگه همش توش بحثه، یعنی خودش که تو فارسی یه جوری که آدم فکر میکنه این چیز مثبتیه، حتما باید آدمی که روشنفکره فکرش روشن باشه. ولی خب واقعیت اینه که یه کلمه‌ایه که ترجمه انتלקتوئله و حالا به لحاظ تاریخی با گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه ما تفکیک کار یدی و ذهنیمون از قبل بیشتر میشه. یعنی این تفکیک بوده تو جوامع طبقاتی، اما زمانی که دیگه مناسبات سرمایه‌دارانه گسترش پیدا کرد و تولید و رتق و فتق امور خیلی گسترده‌تر و پیچیده‌تر شد، کار ذهنی از کار یدی خیلی بیشتر تفکیک شد و هزینه‌هایی شد برای تربیت آدم‌هایی که در واقع این امکان رو دارن که کار ذهنی بکنن. از حسابداری برای یک شرکت گرفته تا مدیریت تا مهندسی تا هر چی که در آموزش پیانو، آموزش همون تخصص‌ها به نسل‌های بعد. و ما اینجاست که با روشنفکر طرفیم، با انتלקتوئل طرفیم. کسی که کار یدی نمی‌کنه، کار ذهنی می‌کنه، برای این موضوع آمادگی داره، آموزش دیده، براش خرج شده یا خودش خرج کرده به امید آینده. و حالا این در واقع تعبیر تاریخی از روشنفکر، ولی توی قرن 20 روشنفکر و روشنفکر بودن معناهای بیشتری هم پیدا میکنه. و یکی از اون معناها معنایی که مثلا ادوارد سعید راجبش حرف میزنه، میگه که روشنفکر به نظر من کسی که آماتوره، ذوق ورزه، مثل سارتر. یعنی کارشناس ادبیات نیست، اون میتونه راجب جنگ شکر حرف بزنه، میتونه راجب ادبیات هم حرف بزنه. اون در واقع اون کار ذهنی خودش رو که البته تقسیمات اجتماعی و مناسبات در واقع اون رو مجبور میکنه که یا اون رو بفروشه در خدمت یک کسی که بهش بابتش پول بده، حالا چه قانون تبلیغاتی باشه، چه نوشتن برای نشریه باشه، چه نوشتن برای رادیو تلویزیون باشه، هر چی، چه تدریس پیانو به یک خانواده متمول توی گلسار باشه، هر چی که به حال باشه. و یه بخشش هم در واقع در خدمت طبقه خودش میذاره، اجتماع خودش میذاره و اون در واقع کسیه که به واسطه این میزان از حد تخصص و کار ذهنی درگیری پیدا میکنه با پیرامون خودش. یه چنین روشنفکری تو ساحت‌های مختلف سرک میکشه. هنرمند روشنفکرها معمولا از این جنسن و آشورپور این گونه بود. یعنی آشورپور اگر به عنوان مهندس کشاورزی هم بهش نگاه میکنیم، کسیه که ایده داره، راجع به جامعهش فکر کرده. در اون جایگاه اتفاقا همون آشورپور همیشگی با همون مرام فکری و سیاسیشه. در خواندن هم به همین صورت و به همین دلیل هم هست که گیلکی میخونه، از جهانگیر سرتیپور هم میخونه، ولی شما تداوم اون اندیشه جهانگیر سرتیپور رو به جهان و به فرهنگ در کار آشورپور نمیبینید. و اتفاقا در آشورپور تداوم فکر خودش رو میبینید. گیلکی میخونه و حتی سفارش میکنه به زبان گیلکی، اما اون اندیشه ناسیونالیستی رو در آشورپور شما نمیبینید. شما از فیلتر آشورپور وقتی عبور میکنید دیگری ستیز نمیشید، ولی به خودتون علاقمند میشید، به آنچه که دارید متوجه میشید. خب ببین این خیلی فرق داره. این رو ما در واقع فقط میتونیم از یک همچین تیپی داشته باشیم و این تیپ
در واقع تیپ هنرمند روشنفکریه که فکر میکنه راجع به پیرامون خودش و نظر داره و به تغییر چیزی فکر میکنه. شکل چینش چیزها در پیرامونش، این چیزها از اشیاء بگیر تا نهادها، از روابط بین آدمها بگیر تا روابط بین گلها و گیاهان و درختها و ماهیها و رودخانه ها و مراتع و یعنی همه اینها. هنرمند وقتی که این شکل چینش چیدمان چیزها رو میبینه، گاهی از تغییر این چیدمان دچار دلهره و اضطراب میشه و خبر از تغییری میده که ناپسنده، گاهی سر ذوق میاد و اونها رو توصیف میکنه و گاهی خودش در جهان خودش تغییری در این چینش و چیدمان به وجود میاره. یعنی با به وجود آوردن یک تابلو، یک ملودی، یک شعر، یک شکل دیگری از کنار هم چیده شدن چیزها رو در واقع به نمایش میذاره و به تو میگه که ببین چیزها این تو کلمات، رودخانه ها، آدم ها، نسبت ها اینطوری هم میتونن باشن، رنگ ها، صداها اینطوری هم میتونن کنار هم چیده بشن. خب حالا چه کسی میتونه این سومی رو و اون دومی رو و اون اولی رو به بهترین شکل، به یگانه ترین شکل، به تکرار ناپذیرترین شکل و به دلنشین ترین شکل بیان کنه؟ اون کسی نیست که در هنر خودش خیلی استاده فقط، یعنی مثلا خوب ملودی و نوت‌ها رو میشناسه، نه، ولی کسیه که اونها رو خوب میشناسه. اون کسیه که علاوه بر این چیزهای دیگه هم داره. در نتیجه ما توی این تیپ، توی این چیزی که من ازش حرف میزنم، دو چیز رو کنار هم و با هم داریم. اون چی که به قول بهمن محسس آرتیزان بودنه، مثلا ما میگیم چای آرتیزان، منظور چای صنعتیه. آرت یا هنر در واقع تو عربا هم بهش میگن صنعت، ما هم قبلا میگفتیم صنعت. آرت یعنی صنعت، ساختن، یه چیز کاملا اتفاقا کارگاهی و استادکاریه. محسس میگه هنرمند باید آرتیزان باشه. من اگه مجسمه رو ساختم که یه نفر رو طناب داره راه میره تو اون ارتفاع، من بلدم که یه جوری اونو بسازم که تو اون ارتفاع بمونه. یعنی طرف مثل یه استاد بنا میدونه که اون استاتیک اون چطوری، نیروها چطور عمل میکنه، اون متریال چی باید باشه و چطور مهندسیشه که اون 100 سال همونجور بمونه، مجسمه است. خب یعنی هنرمند تو اجرا آرتیزانه، به قول ما اوستاکاره، چیره دسته، به قول موسیقیدانا ویرتوز، یعنی قشنگ همین چیره دست، اوستاکاره. و در کنارش فقط اوستاکار نیست، این لحظه‌ای که از کنار جنگل داره عبور میکنه، از کنار چوپان عبور میکنه، از جلوی کارخانه عبور میکنه، از جلوی اداره عبور میکنه، این ذهن و مغزش داره تمام این نظام استتیکی، نظام چینش چیزها رو بررسی میکنه. میبینه که چه شکلی ان چیزها در چه نسبتی با هم حرکت میکنن، آیا خوبه، آیا بده، آیا باید تغییر کنه، آیا افقی از تغییر وجود داره، آیا شکل دیگه‌ای از بودن هست توی روابط مرد با زن، روابط والد با فرزند، روابط حکومت انسان با درخت، روابط پرندگان با درختان. خب این دیگه فراتر از استادکاری توی اون رشته است. این لازمش اینه که اون هنرمند رمان خوب بخونه، فیلم خوب ببینه، تو جامعهش زندگی کنه و خیلی چیزهای دیگه. آشورپور برای من همچین چیزی بود، همچین ویژگی‌هایی داشت، هر دو رو با هم داشت. به همین دلیل هم هست که به محض اینکه احساس میکنه دیگه نباید به عنوان خواننده بخونه، خواننده‌ای که کار جدید بده بیرون، این رو میپذیره، مثل یک اوستاکار میپذیره این قضیه رو. و هنرمندی که اوستاکار نیست ولی استاده، این رو تا آخرین روز عمرش نمیفهمه، چون اون جایگاه نمادینه که اینو زنده نگه داشته. اون از اونا نیست که تو کارگاه خودش کار کنه و حال کنه، اون از اوناییه که باید تشویق آدما رو بشنوه، تایید آدما رو بشنوه. و خب چنین استادی نمیتونه اوستاکار باشه و چنین استادی نمیتونه ببینه. به قول نیما که در واقع میگه دائم تو نامه‌هاش، نوشته‌هاش میگه باید مشاهده کرد. چرا نیما میگه باید مشاهده یعنی چی؟ آیا الان این دیدن ما تو اینترنت هم مشاهده است؟ مثلا میان به من میگن تو اینستاگرام ببین جامعه، واقعا اصلا آدم تو اینستاگرام میفهمه جامعه چجوریه؟ نه اینطوری نیست.
این مشاهده نیست. اون مشاهده‌ای که نیما ازش حرف میزنه مشاهده هنرمنده. نیما استاکاره تو کار خودش، عروض رو میدونه، شعر رو میدونه، ولی مشاهده میکنه. مشاهده داستان دیگه ایه. مشاهده همون در واقع شاید به زبان نیما 3 ساعت من پرحرفی کردم توی همون کلمه خلاصه شه. کسی که مشاهده میکنه و این مشاهده همزمان نوعی از غوطه خوردن در موضوع و فاصله گرفتن از اون موضوعه و اون موضوع میتونه کارگر یک کارخانه باشه، میتونه یک گل باشه. یعنی هولدرلین همونقدر خوب تاریخ ملت خودش رو مشاهده میکنه که یک گل رو و یک در واقع طلوع آفتاب رو مشاهده میکنه در شعرش. و به همین دلیل هم است که هولدرلین وقتی شعر میگه تو شعرش درخت، گل، آفتاب، دریا، واقعا درخت، گل، آفتاب، دریا، اصلا نماد این چیزا نیست، ولی همزمان هم تو داری شکست یک آرمان رو در آلمان اون زمان میبینی تو شعرش. خب یعنی که اون هم استاکاره، آرتیزانه و همین که در واقع چند وجهیه و جهان خودش رو میبینه. چیزی که ما متاسفانه نداریم. ما اصلا دیگه الان مد شده که کارشناس امور مختلف داشته باشیم و کارشناس امور مختلف مجبوره که اون رو در همون امر بررسی کنه و همیشه یک نگاه تک‌بعدی به موضوع داشته باشه. حالا وای وای هنرمندی که فکر کنه هنر هم یک امره که این متخصص در اون امره. چون هنرمندی دیگه خیلی در واقع اصلا دیگه وارد جاده دیگه میشه. آشورپور برای من و چندین نفر دیگه در گیلان، ولی آشورپور از هم مهمتره، برای من واجد همچین کاراکتری بودن که البته خب یه سری ویژگی‌های شخصیتی آشورپور هم رو پررنگ‌تر از بقیه میکنه. واقعا اینا رو نمیشه کتمان کرد. شخصیت متمایزی داره، ولی خب باید اینا پذیرفت که شخصیت متمایز هم حاصل همون بیلدونگ، همون فرهنگ، همون آموختن، خودسازیه. اون هنرمند حتما مشاهده کرده، حتما دیده، حتما زیسته که آموخته، که پرورونده خودش رو. فرهنگ یه جور در واقع چیزه دیگه. فرهنگ همیشه است با این در واقع فرهیختن، ما تو گیلکی میگیم پریختن، اینو از صافی عبور دادن، این تکمیل کردن، بهتر کردن، پاک. این پروسه‌ای که هنرمند از سر گذرونده حتما دیگه. و هنرمندی که یک شبه راه 100 ساله میره که خیلی الان طرفدار داره، متاسفانه چون در عصر بازنمایی زندگی میکنیم باید بپذیریم. عصری که من همیشه میگم اگه اینستاگرام رو مثلا زمان حسین تهرانی یا نمیدونم اندلیبی اون موقع بود، فکر نکنید همچین بهتر بود. اون شوخی‌ها و دعوایی که اون اساتید با هم داشتن کافی اونا توی اینستاگرام اونا رو بذارن، خیلی فرق نمی‌کرد. ما در عصر بازنمایی هستیم. آدم‌ها تغییرهای ماهوی نکردن، ولی عصر دیگریه. ایگوئیسم بیماری زمانه ماست و ابزار ارتباطی که اسمش رو ما میذاریم ابزار ارتباطی و میگیم شبکه‌های اجتماعی، که نه شبکه نه اجتماعی هم، نه ابزاری برای ارتباطن، بلکه ابزاری برای بازنمایی هن و این بازنمایی تجاریه. الان همین اینستاگرام دقیقاً مثل بازار روزه دیگه. یعنی هر کی داره داد میزنه آقا بیا جنس من از همه بهتره. توی همچین وضعیتی تربیت اون مدل از هنرمند خیلی سخت‌تر میشه، برای اینکه دیگه دید زدن جای مشاهده رو میگیره، توک زدن جای آموختن رو میگیره. اوستاکار دیگه به جای اینکه بشینه بسازه و خراب کنه، 30 تا قصه بنویسه پاره کنه، کسیه که اون لحظه اون چیزی رو که ازش بیرون میاد میذاره برای بازنمایی و بسنجه ببینه چقدر ارزش کسب میکنه. اگه زیاد کسب کنه یعنی اوکیه، تمام شد دیگه، حالا بهش بگو که آقا این خوب نیست. اگه کسب نکنه اون توجه در واقع فایده ای نداره، حتی اگه خوب باشه. میدونی چی میگم؟ در نتیجه هنرمندم دیگه پناهی جز اون ایگوی خودش نخواهد داشت و میبینیم رمان، موسیقی، همشون شده همین. یعنی درونیات یک فرد در یک فضای کاملا فردی، و این در واقع نشون میده که اون دیگه هم از اوستاکاریش افتاده، هم از اون مشاهده‌گریش افتاده. اون دیگه هیچ چیز جز تجربیات فردی خودش برای روایت نداره و همه ما فکر میکنیم زندگیمون مثل کسایی که سربازی میرن تا 10 سال خاطره سربازی تعریف میکنن، همه ما فکر میکنیم خاطراتمون پر از ماجراهایی که خیلی ارزش داره برای اینکه تبدیل به آهنگ و شعر و داستان بشه، و کارگاه‌های تربیت این چیزها هم اینو به ما بیشتر میگن
و فرهنگ امروز ما، فرهنگ ایگویستی امروز ما، از کلاس‌های موفقیت گرفته تا شوخی هامون که همه چی همینه. یه فرد که داره تهدید میشه از همه کس، از همه جا. همه ما با 70 میلیون آدم شدیم ایرانی، همه ما از این مردم شاکیم، همه ما خیلی همه چیمون خوبه، بقیه. و این تو هنرم هست، در حالی که به نظر من دسته که اون چیزی که از هنر توی 2-3 قرن اخیر دیدم و میشناسم، مثلا داستانش چیز دیگه است، کلا یه جای دیگه ایه. من حرفم تموم شد. خیلی ممنون ازت. خب راجع به چیزی که بیشتر از هر چیز فکر می‌کنم در تخصص خودت هست، موضوع ادبیات گیلکی، رابطه عاشورپور با زبان گیلکی و با شعر گیلکی، یعنی رویکرد این آدم نسبت به زبانش، زبان مادریش، و رویکردش نسبت به شعری که در اون موقع وجود داشته و میتونسته در کنار اثر خودش قرار بده. خب واقعیت اینه که نمیشه اسم عاشورپور رو گذاشت کنار از تمام اون چیزی که ما از دهه 40 به این ور داریم تا دهه 80 که کم کم دوباره پرداختن به گیلکی خورده صورت عمومی میگیره و پذیرفته میشه دیگه، اون بار حقارت آمیز قبل رو نداره. عاشورپور خیلی مهم. عاشورپور مهمه به این دلیل که اولا اینکه خب کارهایی که بیرون داده، دومون موضعی که گرفته در مقابل این مسئله. اولین کسی که موضوع مسخره شدن به خاطر گیلکی خوندن رو عمومی میکنه و ثبت میشه فکر کنم عاشورپوره. اونه که این زشتی ما رو به ما نشون میده، زشتی که حالا دیگه مثل این که به نظر میرسه کسی علاقه نداره اون رو ریشه‌ای بشناسه و ببینه، فقط در سطح این که ما گیلکا زبان خودمون رو دوست نداریم فرموله میشه، برای اینکه جوابش هم مشخصه دیگه. پس ما باید مثل بقیه خیلی تعصب داشته باشیم، جواب ناسیونالیستی. ولی ریشه‌یابی نمیشه که چرا اینطوریه، که بعد در واقع پاسخ و یک راه حل بهتر و ریشه‌ای تر براش پیدا بشه. عاشورپور از این جهت جایگاه نمادین داره. عاشورپور هیچ وقت کاراش از رسانه‌های رسمی پخش نشد به اون صورت که باید پخش بشه. هر جایگاهی که داره جایگاه پس پشت، جایگاه در واقع تو حاشیه است. نوارهایی که پخش میشه، سرودهایی که خونده میشه، سینه به سینه نقل میشه و اتفاقا خیلی شهری تره از کارهایی که چه بسا بعدها خیلی دقیق‌تر و گیلانشناسانه تر ثبت شد. و حتی خیلی ها اینو به اشتباه حالا میگن که پدر موسیقی فولکلور، پدر موسیقی محلی، که نه واقعا نیست و همچنین ادعایی هم نداشت. و چقدر خوب که این گونه نبود. برای اینکه عاشورپور برای من همیشه نماد کسی بود که میشه به این فرهنگ پرداخت اما اسیر صفر تا صد این فرهنگ نشد. برای من نماد همچین کسی بود. میگم عاشورپور یه اسمه، اون پشت سران سرا و آهنگساز و تنظیم کننده حضور دارن، یه ارکستر حضور داره، یه ارکستری که یادگار و نشانه از یک دورانی از موسیقی ماست، از یک دوران در واقع دورانی از یک شکلی از ارکستراسیون تو موسیقی ماست، میدونی، و یادآور یه روابط فرهنگی هم برای ما هست. مثلا من اینو دوست داشتم بگم، یا الان میشه گفت به این بهانه، مثلا رابطه انزلی و لنگرود. خب ما تو عاشورپور اینو میبینیم. اولا اینکه عاشورپور برخلاف تقریبا اکثر خواننده‌های مرکز استانی که حالا به اشتباه میگیم غرب گیلان، چون واقعا مرکز استانه، ترانه‌های شرق گیلانی و لنگرودی رو خیلی دقیق خونده، خیلی درست واقعا خونده. و بعد اینکه ما میگیم باشه حالا مثلا پاینده هم گرایشات سیاسی مشترکی با این داشته، ولی این ارتباط خیلی بیشتره، در این حد نمیشه. خب غرب ایران هم داشتیم، این چه ربطی داره؟ روابط فرهنگی بین لنگرود و انزلی خیلی جالبه، یعنی خیلی بیشتر از این حرف هست. ببین ما تو دوره‌های اصلا شرق و غرب گیلان به واسطه سفیدرود ارتباطشون مختل بود و تو منطقه لولمان باید ماشین روی تو همین دهه 40 روی کرجی میذاشتی از رودخانه عبور میکردی، ولی روابط آبی ما خیلی خوب بود، چه تو رودخانه ها چه ساحل. و لنگرود و انزلی رابطه رو داشتن، مثلا دوره‌ای که لنگرود هم بندرگاه بوده و نشانه هاش هست. یعنی من اولین بار برام این جالب بود که چرا تو انزلی بعضیا
به مثلا مصدر ذهن و زن یهو تلفظ میکنن یا بزن میگن بعضی جاها، یا چرا توی انزلی ما مثلا یهو داریم بیدم، همه ما میگیم بدم، اینا میگن بیدم. یعنی چیزایی که انگار از یه جای خیلی دوری اومده و این دوریه که ما تو خشکی میبینیم. و بعد من دیدم نه، مثلا انزلی محلی لنگرود یه سری روابط فرهنگی که حتی مثلا ما الان میبینیم، مثلا لایجان هم میرن، از انزلی هم میرن تو ورزشگاه برای طرفدار از ملوان، از لنگرود. یعنی این چیزا از قدیم بوده و هست و روابط در واقع تاریخی ما رو توی جغرافیا از یک چیزهایی که الان شاید به ذهنمون نرسه. یعنی ما الان باورمون نمیشه که زمانی آدما توی این استان با قایق مسافر و بار جابجا میکردن. خیلی با کلاس و کول به نظر میرسه و انگار خیلی رویا، انگار فقط تو هلند از این کارا میکنه. خب به زمانی واقعا اینجوری بوده روابط ما و خیلی هم طبیعی و عادی بوده. از این جهت این روابط و مناسبات توی آشورپور برای من انگار دوباره زنده میشه. میدونی چی میگم؟ حالا به کمک عوامل معاصر و امروزینا و به ویژه اینکه پژوهش تو حوزه فرهنگ بومی گیلان هم خب طبیعتا تو شرق گیلان بیشتر استارت خورد، برای اینکه ارتباط با کوه، با اون هم زبان بودن، گیلکی و گیلکی بودن ممکن میکرد این قضیه رو. در نتیجه هنرمندی هم که میخواست بره دنبال این قضیه اینجا میتونست چیزهای جدید و بکر پیدا بکنه. بعدها پوررضا هم در واقع خیلی از این گنجینه استفاده های خوبی کرد و به درستی استفاده کرد. از طرف دیگه آشورپور مسئله زبان مادری رو جور دیگه ای مطرح کرد برای ما. ما از دهه 40 بارقه های شکلی از ناسیونالیسم رو تو بعضی از پژوهشگرای گیلان داریم، بعدها تکمیل میشه. تو دهه 50 به خاطر اینکه چپ ها در واقع دیسکورس خودشون رو سوار کرده بودن بر وضعیت، اساسا مسئله ملی و قومی تو اون مطرح میشه و بدون یک جور دیگری ستیزی. مثلا تو کردستان هم ما مسئله قومی رو داریم اما بدون دیگری ستیزی، بدون حمله به مثلا به یه قوم دیگه، بدون یه شکلی از ناسیونالیسم مهاجم. اما با حالا پایان اون دوران همه جا به کمک حالا همین دید گیلان شناسانه و جاهای دیگه، استانهای دیگه نمونه‌های مشابهش تو همون حوزه، ناسیونالیسم تبلیغ میشه، کم کم جان میگیره. حتی بین کردها و ترکها اون ناسیونالیسم مهاجم بیشتر خودشون نشون میده. تو اقوامی که به یک بیداری قومی نرسیدن مثل لرها و گیلک ها اون میشه الگو. و حتی میبینیم مثلا دامون یا آقای جکتاجی یا گروهی که دامون رو داشتن تو دهه سال 58 59 زیر اون دیسکورس جور دیگه به موضوع پرداختن. وقتی همون تیم یا بخشی از اون دهه 70 میان مجوز مجله و انتشاراتی‌های دیگری میگیرن، رنگ و بو تغییر میکنه. هم سانسور دیگه اجازه نمیده که اون صدا بیرون بیاد، هم کانالی که دیگه تنها کانال موجوده به تو یه جوری هدایت میکنه که این به وجود بیاد و همون گرایش‌های موجودی که به حال بوده همیشه و یه جاهایی در واقع رفته بود زیر سایه اون شکل از گفتمان. اما آشورپور همیشه بیرون از این گفتمان بوده و گفتمان چپ در واقع باعث شده که آشورپور نگاه انترناسیونالیستی به موضوع داشته باشه و بفهمه که قضیه از چه قراره، موضوع رو خیلی فراتر از این بحثا ببینه. آشورپور این آدمیه که شهرهای مختلف دنیا اجرا کرده، فقط ایران اجرا نکرده. این آدم دیده جای دیگه دنیا، این آدم اقوام و ملت‌های مختلف رو دیده و تجربه کرده. این آدم کاله گیلکه، کاملا گیلکه، اما گیلکی نیست که دیدش محدود باشه تو این محدوده. همین الان میتونید ببینیم دیگه از دوستدارانش، از دوستانش، ببین که چقدر متنوع و چقدر فراتر از گیلانه. همین که تو خود همین گیلان، تو گیلانی که تا همین چند سال پیش رابطه و همکاری و مراوده درگیر هزاران دعوای اینور آبی و اونور آبی بود که تو هر ور آبم باز دوباره اینور آبی اونور آبی بود، این آدم ورای این حرفاست. همین چیزی که خودت میگی، شرق گیلان بوده، مراوده داشته و اصلا وارد این بحثا نمیشده به خاطر اینکه اصلا سطح این آدم در یک جای دیگه ای بوده و به این جهت برای من خیلی خیلی اهمیت داره در کنار منبلی مظفری، کسی که توی پژوهش‌های گیلان شناسانش اون نگاه انتقادیش رو حفظ کرده و به هیچ وجه کورکورانه هر آنچه که از گذشته به ما رسیده رو تقدیس نکرده و حالا تو دوره دهه 50 سعی کرده یه جورایی اون آرمان اجتماعی رو که امثال آشورپور در دهه‌های قبل داشتن دوباره احیا کنه تو شعر خودش
و او هم مثل آشورپور روابط بیرون از استانی داره و چهره‌های مهمی براش پررنگ میشن که این چهره‌ها بومی نیستن، مثل نیما یوشیج مثلا، مثل صمد بهرنگی مثلا. آشورپور هم این گونه بوده و از این جهت به نظر من ما خیلی خوشبختیم که این رو داشتیم، خیلی خوشبختیم که این رو داشتیم و خوشحالم از این بابت، برای اینکه دست کم برای امثال من یه خورده مسیر رو روشن کرد که پرداختن به فرهنگ بومی، پرداختن به زبان گیلکی لزوما به معنای این نیست که ما انسان‌های سنتی باشیم یا چیزی رو که پوسیده است، ارتجاعیه، به ضرب و زور زنده نگه داریم، بلکه پیدا کردن چیزهای زیباست و شناختن مردم خودمونه و مردم خودمون رو بدون این زبان امکان نداره بتونیم بشناسیم. حتی اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه همه این مردم، همه حتی من و تو همه اون فارسی حرف بزنیم، بدون شناختن این زبان نمیشه این مردم رو شناخت و این یه واقعیت تاریخی اجتماعیه. یه نکته هم هست که خیلی مخفول مونده، به خصوص در یعنی حتی در بین اهالی فرهنگی ما، شاعران ما، وقتی باشون صحبت میکنیم راجع به آشورپور، مثلا وقتی میگیم بیا راجع به ترانه‌های آشورپور صحبت کنیم، حالا یه دلیلش اینه که سرتیپور خیلی شخصیت برجسته، یک حجم بزرگی داره در آثار آشورپور، وزن سنگینی داره، ولی همین آدم‌ها خیلی‌هاشون هم کتاب ترانه‌های آشورپور رو دیدن، ولی باز میگن مگه آشورپور هم ترانه گفته؟ میگن مگه کاراش مگه مال سرتیپور نیست؟ موضوع که مخفول مونده همینه، موضوع ترانه سرایی آشورپوره و اینکه هم به فارسی میگه هم به گیلکی میگه و این دوتا رو خیلی روون و خیلی نزدیک به هم میگه، یعنی هر دوتا رو در یک سطح خوبی میگه. اینم موضوعی که کمتر بهش پرداخته میشه. آره، آشورپور ببین ما توی صداش اینو متوجه میشیم، اما توی زمانی که میفهمیم که این ترانه سرام هست، ترانه سرا هم هست، تازه میفهمیم که این چه نگاه و چه دیدی داره و اون دید شاعرانه چیزی که این داره. بله کارهایی داره که خودش سروده، چه گیلکی و چه فارسی، و اصلا فارغ از این که ما اون کارها رو ارزش‌یابی بکنیم، خود این موضوع مهمیه. ما توی گیلان دست کم توی موسیقی پاپمون مثلا فرامرز دعایی اینطوری بوده که آنچه که میخونده خودش میسروده و یک استعداد بسیار درخشانی داشته برای اینکه بتونه ترانه بنویسه، ترانه گیلکی بنویسه و ترانه انسان اون دوره بتونه باش ارتباط برقرار کنه. مثلا موضوعی مثل سربازی رو که البته توی فولکلور ما همیشه موضوع بوده، به لرها هم بوده، به همین اقوام موضوع بوده. آشورپور این ویژگی رو داشته. آره، آشورپور صرفا یه خواننده نبود، این خیلی مهمه، و بین اون چیزهایی که بود یکیش هم همین شعر شناس بودنش و توانا در نوشتن ترانه و شعر بود. و کسی که حالا گیلکی هم ترانه می نویسه یعنی که با این زبان هم آشنایی خوب دقیق داره و این آشنایی دقیق، ما داریم راجع به آشورپور حرف میزنیم تو دوره‌ای که مثل ما این همه کتاب درباره زبان گیلکی هم نبود که این آدم مثلا لهجه لنگرودی رو اونقدر خوب ادا میکنه. پس این به خاطر اینه که این آدم با همون مشاهده‌گری خودش میشناسه و اون زبان رو هم میشناسه و آره ترانه هم میگه. بله. خب پرسش بعدی موضوعیه که در واقع در جامعه کوهنوردی ما اتفاق میفته. یعنی ما میبینیم که آشورپور بعد از اینکه خارج میشه از عرصه در واقع فرهنگی گیلان، یعنی صداش دیگه شنیده نمیشه، خیلی اسمی از آشورپور نیست، یکی از جاهایی که همچنان زنده میمونه چند تا از ترانه‌هاش و همخوانی میشه توی سفرهای یک روزه یا چند روزه کوهنوردان گیلان. چه ویژگی داره این اجتماع که باعث میشه به آشورپور بپردازه و ترانه‌های آشورپور چه ویژگی داره که اونجا زنده میمونه؟ به نظر من دو تا دلیل داره. یک دلیل اینه که خب ترانه‌های آشورپور سرشار از دو عاملی هستند که
یک کوهنورد یا کسی که به طبیعت میره یا حتی کسی که در کارهای جمعی شرکت میکنه خیلی در اون نقش داره. اون دو تا عامل طبیعت و امیده و هست بسیار فراوان. از طبیعت امید رو قرض میگیره و از امید طبیعت رو بیان میکنه و این دوتا ماده خام اصلی هستن که خب میدونید بچه‌ای که اهل کوهنوردی هم میدونن اصلا تو کوه و طبیعت همخوانی مثلا تو گروه‌های کوهنوردی خیلی مسئله مهمیه. البته حالا مدل‌های جدید کوهنورد هم ما داریم که دیگه نسل جدید اینا تو گوشش هر کدوم چیز میکنن و البته کار غلطیه واقعا تو کوه، ولی به هر حال دیگه نسل جدید گروه‌های کوهنوردی شاید خورده توریستی شدن، ولی اون چیزی که میشناسیم سرود خیلی نقش داره و طبیعت و امید در کارهای عاشورپور جاری و ساریه. دومین مسئله، دومین دلیل اینه که در واقع ما قبل از انقلاب حالا به یه صورتی بود، بعد از انقلاب بیشتر، مخصوصا با پایان دهه 60 خیلی چیزها ناچارن منتقل شد به گروه‌های کوهنوردی، چون اساسا گروه‌های کوهنوردی بخش عمدهشون کسانی بودن که یک شکلی از اندیشه منتقد، اندیشه چپ رو داشتن. همیشه به تو سنتی توی بود، اکثرا این مدلی بودن و هم قبل از انقلاب به دلیل سرکوب، به نداشتن فضا، نداشتن یک نهاد، یک امکان، یک رسانه، و چه بعد از انقلاب این بود توی کوهنوردی و گروه‌های کوهنوردی این شکل از اندیشه و این شکل از نگاه بیشتر بود. و چه چیزی بهتر از ترانه‌های عاشورپور؟ در کنار ترانه عاشورپور سروده‌های کوهستانی که در واقع فارسی بودن، اونها هم همین جایگاه رو تونستن کسب کنن، چون اونها هم اتفاقا ضمن این که همیشه از امید و طبیعت و تغییر حرف می‌زدن، اونها هم در یک مثل این ترانه‌ها در یک کانتکست در واقع سیاسی اجتماعی خاص با مخاطبای خودشون ارتباط برقرار کرده بودن، نه با همه مخاطبانشون. اگه مادر من مثلا کلالی جان عاشورپور رو در خاطر داره، هیچ مابعضای سیاسی اجتماعی تو ذهنش نداره، اما اون قشر شهری یا روستایی در واقع اندیشمندی که درگیر مسئله اجتماعی سیاسی بود و عاشورپور براش همچین جایگاهی داشت، در سالهایی که دیگه هیچ جای جز کوه وجود نداشت، واقعا هیچ جای جز کوه وجود نداشت، برای گرد هم آمدن، برای انجام دادن یک کار جمعی که در اون تو در واقع گام خودت رو با گام افراد دیگر رو با طبیعت تنظیم بکنی، هماهنگ بکنی، عاشورپور و ترانه‌ها و سروده‌هاش نقش بسیار مهمی داشتن، برای اینکه هم اون امید و اون طبیعت رو در واقع دائم در باور و ذهن اون آدم‌ها احیا می‌کرد و همین که میتونست در واقع اون آرمان و اون نگاه رو نمایندگی بکنه. خوندن عاشورپور توی گروه کوهنوردی برای آدم‌های جور نشانگان، یه نشانه از یک نظام نشانگان بود که بگه که اینجا تو با آدم‌های طرفی که اینگونه میاندیشن، اینگونه زندگی میکنن، به یه همچین آرمانی معتقدن و هنری رو هم که زیر لب زمزمه میکنن از این جنسه. من اینطوری میبینم قضیه رو. بله مرسی. خب در پایان، حالا نه سخن پایانی ولی نزدیک به پایان، من ازت میخوام که دوباره برگردیم به همون موضوع موسیقی معاصر. حالا ما دهه 40-50 رو شروع کردیم و تا 70 و 80 هم رسیدیم، ولی در حال حاضر در همین همکنون خب ما تعدادی هنرمند جوان داریم که دیگه اصلا به مناسبات تولید اثر هنری نیاز ندارن. دیگه اینقدر شرایط تغییر کرده که هر کسی در خانه خودش با یک رسانه ساوند کلود مثلا میتونه بهترین آثار رو عرضه کنه، نه آثار ارکسترال خیلی با نوازنده های بسیار، ولی میتونه اثر خودش رو با بهترین ترانه و بهترین تنظیم و با یه ارائه ساده عرضه کنه و مخاطب خودش رو پیدا کنه. ایرادات یکی یکی کدوم ها؟ یعنی چه ایراداتی وجود داره که ما قطعه موسیقیه که پاسخ ما رو بده، پاسخ نیاز ما رو بده به عنوان یک انسان امروزی در گیلان پیدا نمی کنیم؟ حالا شاید من شنونده خوبی نباشم، تو از من شنونده بهتری باشی، ولی من کمتر کسی رو دیدم بگه من بتونه 5 تا قطعه نام ببره در سال یا اصلا 2 تا قطعه نام ببره. من این 2 تا قطعه کشف امسال من
در میان موزیسین های ایران گیلانیه و من به اینا گوش کردم و حال میکنم تا آخر سالم بهشون رجوع میکنم. چرا کار تولید نمیشه؟ یک، بازخوانی خب خیلی زیاده و کارهایی که به موضوعات تکراری، موضوعات احساسی میپردازم خیلی زیاده، ولی کاری که به انسان معاصر میپردازه ابدا انگار وجود نداره. خب مسائلی که گیلان مبتلا بهش هست، مثلا محیط زیست، مثلا مسئله زمین، مثلا مسئله زبان، اینا مسائل جدی هن برای فرد گیلانی دیگه و تولید فکری درش انجام میشه، مقاله نوشته میشه، نشست برگزار میشه، بحث و جدل در موردش هست. ولی اینا انگار هیچ راهی این موضوعات و مضامین به دنیای هنرمندان موزیسین ما ندارن و هیچ بروزی در اونجا ندارن. ایراد کجاست و استارت باید از کجا صورت بگیره؟ نقص باید از کجا برطرف بشه؟ ببین قبلا یه کوچولو راجع به این صحبت کردیم ما هم دیگه که به هر حال شرایط اقتصادی اجتماعی گیلان و ایران یه مقدار زیادی از این مسائل رو شکل میده. ببین ما اگه بخوایم دوربندی بکنیم خیلی مثلا همینجوری سردستی، یعنی ما بیان بگیم اون چی که پیش از مناسبات ارباب رعیتی درباره گیلان میدونیم که ما واقعا بسیار کم میدونیم، بسیار کم میدونیم، اون رو بذاریم کنار. به عنوان مثلا دوران تاریخی که ازش خبر نداریم موسیقی در ایران چطور بود، و بعد مناسبات ارباب رعیتی به ویژه در قرن 19 و 18 رو در نظر بگیریم که موسیقی ویژه خودش رو داشته که برای ما هم به جا مونده تا حتی قرن 20 تا حدودی، که در واقع به دوران پهلوی اول که ما میرسیم اقوام به حاشیه میرن، بعد با یه نگرش فرهنگی شرق شناسانه، حالا به اصطلاح پسا استعماری، دوباره ما میریم به سراغ شناخت اقوام، ضبطشون. دهه 50 درخشش کوتاهی داریم که حاصل عوامل مختلف صنعتی شدن، رادیو تلویزیون، آمدن تلویزیون، یه سطحی از در واقع یه لایه از طبقه متوسطی که شکل میگیره تو شهرها که گیلکی رو تحقیر میکنن اما مخاطب اون موسیقی گیلکی هستن. خب اما بعد از اون ما دیگه در واقع با گیلان شناسی طرفیم، یعنی پارامتر خیلی مهمیه که تاثیر میذاره و به طرز عجیبی پیوند میخوره با پول و همون مناسبات اقتصادی. یعنی ما میبینیم، من الان مثلا دیگه نمیتونم به تالار این چیزا اشاره کنم چون بعد مشخص میشه کدوم دوست هنرمند ما اونجا اجرا میکنه، ولی به هر حال میبینیم شکل اجرا رو که کجا فلان هنرمند میتونه، یعنی از یه طرفی امکان براش مهیا میشه که اجرا کنه و از اون طرف اون امکان در واقع جفت و جوره با این آدم. به هر حال اون آدم یه تیم از نوازنده و در واقع مجموعی از کارهایی که باید بتونه اجرا کنه باید وجود داشته باشه. تو حالا فکرشو بکن توی این بازار اون چی که طرفدار بیشتر داره احیای همون فانتزی از فرهنگ کهنه. یعنی تو هر مثلا مهم نیست طرف گیلکی داره میخونه حتما باید یه دونه کوزه با یه دونه مثلا داس این جلوی مثلا دکور نمایشش بذاره، یا چه میدونم مثلا اون خونه روستایی رو باید بازسازی کنه، میدونیم؟ یعنی انگار همه درگیر یه بازنمایی از یه تصویر فانتزی هن که کم کم هم داره طرفدار پیدا میکنه و کم کم براش پول هم خرج میشه. خب در نتیجه این موسیقی همین مسیر رو خواهد رفت. یعنی این تو این نمیتونی دنبال این بگردی که حالا اون هنرمند دنبال یه جایی باشه که چیزی رو بخواد درباره چیزی، یعنی درگیری با چیزی پیدا کنه. اون چیزی که من خبری که دارم از کارهایی که ضبط میشه تو حوزه موسیقی پاپ گیلکی، نشانه ها حاکی از اینه که ما در دهه‌های آینده تولید موسیقی پاپ گیلکی خیلی بیشتر خواهیم داشت. در واقع یه جورایی بازار داره، بازارش از همون جنس بازاریه که تو پی ام سی و کانال‌های تلویزیونی دیگه که موزیک پخش میکنن ما میبینیم. از این جهت حالا شاید به خاطر برای خیلی از دوستان زندگی یا مرگ زبان گیلکی هستن خبر خوشی باشه، ولی برای خودم به شخصه همچین خبر خوشی هم نیست. حالا بدم نیست موسیقی که پی ام سی خب گوش میکنن، ولی این اون چیزی نیست که ما میگیم از به عنوان موسیقی یک خلق، موسیقی یک منطقه.
و اما جز اون که توش پول هست، کم کم حامیانش هم داره پیدا میشه، مشتریاش هم پیدا میشه و شکل مصرف اون موسیقی اساسا فرق داره. یعنی دیگه یه شکلی از اجرای و مصرف موسیقیه که تو یا توی ماشینت فایل رو دانلود کردی داری گوش میکنی، یا اینکه یک جایی داری قلیون میکشی یا با خانواده‌ات مثلا غذایی میخوری و مثلا فلان استادم امشب اونجا اجرا داره و تو گوش میکنی. و اینجا دیگه خیلی ما دور میشیم از اون نگاه. اون نگاه در شرایط فعلی با توجه اون امکانی که تو گفتی به وجود اومده و خوبه به نظر من اون امکان تا یه حدودی، فقط بعد امکان نمیشه از اون بیشتر رفت و گفت که پس هر چی که از توش در بیاد خوبه. اون امکان شاید کمک کنه که در مسیرهای غیر رسمی اتفاقات خوبی بیفته. چون ما باید بپذیریم که در سطح جهانی هم آربین جان هنر موسیقی وارد یک مراحلی شده که دیگه یه خورده اوضاع عجیب و غریب شده. ببین الان تو اگه تو هر هفته اون 20 تا هیت اصلی موزیک جهان رو، موزیک پاپ، موزیکی که تولید بشه مصرف بشه، موزیکی که فرداش همین ماها، بچه‌های ماها، برادران و خواهران ماها، دانش آموزان ماها تو موبایلشون گوش میکنن، اگر انگلیسی هم بلد نباشن و موسیقی جهان هم گوش نکنن، حالا نمونه‌های ایرانیش رو دنبال میکنن، همشون ترانه‌سراشون شاید 2-3 نفر باشن، آهنگاشون ساخته شاید 1-2 نفر باشه. یعنی این یه وضعیت جهانیه. و بعد اون چیزی که یک زمانی در موسیقی وجود داشت و همین تا دهه 70 میلادی خودش رو توی راک، توی بلوز نشون میداد، یه شکلی از اعتراض، یه شکلی از توجه به پیرامون، دیگه رفت توی موزیکی که حالا اساتید با هم دعوا دارن روی موزیک بودن و نبودنش، ولی به هر حال اون چیزی که به عنوان موزیک رپ بهش میگن. و تو میبینی تو گیلکی هم این تو نسل جدید ما یه سری رپرهای جوونی داریم که درباره خود زبان گیلکی، درباره فروش زمین و نمیدونم ویلا سازی، درباره محیط زیست، درباره مسائل سیاسی اجتماعی رپ میکنن به قول خودشون و رپ میخونن. یعنی یه مطالبه، یه غلیانی، یه چیزی هست. اما من بدون اینکه بخوام زحمت‌های این دوستانم رو توی موسیقی رپ زیر سوال ببرم، چون براشون خیلی احترام قائلم و معتقدم که دمشون گرم که درباره مسائل میگن، میخونن، مینویسن، ولی متاسفانه اتفاقا موسیقی رپ یکی از بهانه‌هایی شده برای نسل ما که ما تلاش نکنیم برای اینکه بیاد بگیریم، بیاموزیم. و امکانات تکنولوژیک و نرم افزاری، چون من با این بچه‌ها در ارتباطم، مثلا یک دوستام چند وقت پیش میگفت که ببین الان این نرم افزار اومده دیگه آهنگسازی تمام شده. یعنی چه حرفی؟ این اصلا اینطوری نیست داستان. از این اتفاقات تکنولوژیک زیاد تو تاریخ افتاد، اینجوری هم نیست. ولی خب این بی‌نیازی از آموختن باعث میشه که ما اونجایی که یه توانی هست که اون دلایل نمیذاره، اینجایی که یک دغدغه‌ای هست، نیاموخته بودن، به قولم ناموته بودن، بی تجربگی و کم سوادی منجر به این بشه که اینور هم اتفاق درخشانی نیفته. یعنی تو میفتی توی دوگانه هنرمند متعهد کمتوان و هنرمند غیر متعهد، حالا قبلا کمتوان پرتوان، الان اونم متاسفانه کمتوان. یعنی این دو طرف دو سر باخته و راه حل هم مشخصی چیه. ما باید یک مقدار قضیه رو جدی بگیریم. یعنی ما که میگم اینجا دیگه دقیقاً مسئله روشن فکر و هنرمنده، باید جدی بگیریم. ما نمیتونیم تا ابد اینو تکرار کنیم که وضعیتمون بده. آره وضعیتمون بده، ولی منی که توی دهه 4 زندگیم هستم، آیا اگه اینو میگم باید اینو حل کنم یا نه؟ یعنی من یه دوره‌ای به این رسیدم که تو وضعیت ادبیات گیلکی ما بحران داریم، مشکل داریم. دندم نرم میشینم میخونم، یاد میگیرم که بتونم ببینم مشکل از کجاست، نقدش کنم، برای اینکه ما یه منتقدم نداریم تو این وضعیت. بقیه وضعیت هم همینطوریه. من حرفم اینه که بله ما اینو نداریم و اون چم که داریم بسیار کمتوان و ناتوانه و راهش هم اینه که بیاموزیم واقعا. و متاسفانه به خاطر نبودن رسانه‌های مستقل، آربین جان، این یه اتفاق جدیدی هم که افتاده اینه که اون گروهی که میخوان چیزی یاد بگیرن
در واقع گرفتار اون نمادهایی میشن که چیزی برای آموزاندن ندارن و فقط سلبریتی هن. فرقی هم نمیکنه داخلی یا خارجی، اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما خیلی وقت توی این انبوهه رسانه ها، انبوهه اطلاعات، انبوهه صداها چیزی نداریم که نقش مرجعیت و معیار بودن رو ایفا بکنه. چیزی نداریم که یک جایی ما بتونیم بهش تکیه کنیم، عیاری باشه، سنگ محکی باشه. و متاسفانه انبوه نظریات پست مدرنیستی هم که خیلی طرفدار پیدا کرد تو دهه 70 باز اتفاقا، که من این رو در واقع مکمل اون جریان مدیریت شده سیاسی میدونم، بیشتر کمک کرد تا ما تم بزنیم، شونه خالی کنیم از اینکه این مسئولیت رو بپذیریم. ما الان بد میدونیم اینه که یک زمانی آل احمد یا شاملو یا براهنی معیاری بودن برای اینکه فلانی آیا شاعر خوبیه یا نیست. الان میگیم بده. حالا به کمک این نظریات مختلف پست مدرنیستی و صدا و تک صدایی و تکثر و اینها، یا حالا بعضیا اینکه اونا نمیدونم فقط شاعرای سیاسی رو پررنگ کردن، شاعرای دیگه رو فلان کردن، ولی اصلا کاری با موضوع ندارم. اون اتفاق مهمیه. یعنی اگه ما امروز مثلا شاملو یا فروغ یا اخوان برامون مهم پررنگه، بخش عمدهش به خاطر مقالاتیه که آقای برهانی نوشته سالهای سال و هی گفته که چیه و چرا این مهمه و چرا اون مهم نیست. توی سینما اگر ما با یه چیزی، با یه آگاهی طرفیم، الان خیلی راحت میگیم این فیلم فارسیه. این حاصل فرآیند نقد بوده. منتقد و روشنفکر اندیشیده و حرفی زده، قابل فهم البته برای مخاطب، برای حتی اون کسی که میره سینما میشینه فیلم میبینه، و تونسته این آگاهی رو گسترش بده، تکمیل کنه. این آگاهی به کمک روشنفکران، به کمک گفتگو، به کمک نقد فربه میشه، نه به کمک استاد بازی، نه به کمک نوچگری، نه به کمک در واقع جلب توجه برای زبان با روزه خوندن که آقا این زبان در حال مرگ، تو رو خدا بیاین. من آرزوم اینه که داستان مینویسم به گیلکی، آرزوم اینه که خواننده های من به عشق این که یه داستان خوب میخوایم بخونیم بیان بخونن، وگرنه برای من هیچ ارزش نداره اگر هزاران نفر برای دلسوزی به زبان گیلکی، برای اینکه این زبان حفظ بشه، بیان داستان منو بخونن. ما اینجا نیاز به نگاه انتقادی داریم. ما نباید الگو برداری کنیم از اقوام همسایه‌مون. من رفیق کردی داشتم میگفت که پدر من بی سواده، ولی هر کتاب کردی که چاپ میشه میگه برو بخر بیار خونه. خب برای یه آدمی که از منظر ناسیونالیست نگاه میکنه شاید خیلی اتفاق خوبی باشه، ولی برای من نه، اتفاق خوبی نیست واقعا. من اینجوری نگاه نمی‌کنم و ما فکر کنم ما نیاز به این نگاه انتقادی داریم، برای اینکه یهو ما الان اینطوریه وضعیتمون که یه هنرمندی هم میاد یه موضوع خوبی میگیره، باز دوباره تبدیل به سلبریتی میشه، یه نیرویی روش جمع میشه، یهو یه حرکت میکنه و تمام اون فرو میپاشه. همراه اون تمام اون باورها و آرمانهای طرفدارانش فرو میپاشه. و این مسئله کوچیکی نیست. شما فکرشو بکن آشورپور مثلا بعد از سالها، بعد از دهه‌ها یهو یه کاری بکنه، یه حرفی بزنه یا یه موضعی اتخاذ کنه که در واقع تمام اون چیزی که بوده فرو بپاشه. چه چیزی جلوگیری میکنه از این اتفاق؟ همون در واقع استادکار بودن و اندیشمند بودن، اهل مشاهده بودن هنرمنده که جلوگیری میکنه، که حتی اگه هنرمند موضع بد هم بگیره اون اتفاق نیفته. سلین آدم رمان نویس معروف راستگرا بوده، با فاشیست‌ها هم کار میکرده، اما رمان این آدم جایگاه خودشو داره. سفر به انتهای شب رو وقتی تو میخونی، سلین همکار با فاشیست‌ها اون رو نوشته. یا وقتی بالزاک میخونی، بالزاک سلطنت طلبه که داره درباره افول و انحطاط و شکست سلطنت تو فرانسه مینویسه. تو رمانش حتی میاد میگه که من موضعم به عنوان نویسنده چیه، این بورژواهای نمیدونم از زیر بوته در اومده که اصالت ندارن دارن جای خاندان‌های اشرافی رو میگیرن، حتی جامعه داره سرمایه‌دارانه میشه و دیگه مناسبات اشرافی و سلطنت از بین رفته. ولی ابتذال سلطنت طلبا و سلطنت و اشراف رو هم روایت میکنه.
خب اون آدم اصلا مهم نیست دیگه. که میخوام بگم که اینا ویژگی‌های هنرمنده که از آموختن، از مشاهده است، از چیره دستی میاد و همه عوامل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ما، از سانسور تا پول تا همین دم و دستگاه انقلاب انفرماتیک، همه چیز انگار دست به دست هم داده که ما به اون سمت نریم. انگار همه چیز دست به دست هم داده که ما بریم به یه مسیر دیگه ای. همین چند وقت پیش بحثی بود سر کارزار درخواست از آموزش و پرورش برای آموزش زبان گیلکی و من با دوستی بحث می‌کردم که آقا این چه درخواستی آخه شما مگه چیزی بوده که تحویل اونا بدین اونا سالم حفظ کنن که شما می‌خواید اینو بدین به اون؟ من گفت که آره من قبول دارم، ولی ما قبلا چون سالها این درخواست رو شعارش رو دادیم الان دیگه اصلا درست نیست. تو خب اون موقع هم که این شعار رو میدادین غلط بود. شما چرا هیچ وقت در واقع به این قضیه جور دیگه نگاه نمی‌کنید؟ این به خاطر اینه که اون منش و اون نگاه وجود نداره و اشتباه تکرار میشه، هیچ وقت ریشیابی نمیشه، هیچ وقت ما گسست نمی‌کنیم از اشتباهاتمون و همه چیز برای ما جایگاه نوادین پیدا میکنه. یه استاد، یه کسی که همه چی تمامه، یه زبانی که همه چیزش عزیزه، یه فرهنگی که همه چیزش خوبه. این چی میگم؟ و این وسط هنرمند و منتقدن که میتونن اینو خود تغییر بدن. این دیگه وظیفه ماست. من فکر می‌کنم اینجا به جای اینکه به مخاطب غر بزنیم باید به وظایف خودمون بپردازیم و من اینو توی کار روزنامه‌نگاری فهمیدم، تو کار نوشتن فهمیدم که مردم ما مشکلات زیاد دارن، جامعه پر از مشکل و عیب و ایراد داریم، اما این یکی خداوکیلی عیب و ایرادشون نیست که خیلی طرف ما نمیان. باید ببینیم که ما چی داریم میگیم که بیان طرفمون، مگه چی میگیم؟ و من فکر کنم که اینجا یه خورده دیگه شاید هر کدوم از ما لازمه سالهایی مدتی سکوت کنیم، مطالعه کنیم، بیاموزیم، ببینیم چی برای گفتن داریم. منولی مظفری که دهه 40 با هم اوایل شعر میسرود به گیلکی، با منولی مظفری که سال 56 57 58 شعر میگه، ککلنگای رو میگه، نوغاندا رو مینویسه، خیلی فرق داره. از نقطه آ تا نقطه ب تغییر کرده و این تغییر رو هم حذف نکرده، پنهان نکرده. چقدر ما الان هنرمند الان اینجوری نگاه میکنه به زندگی خودش، صادقانه میتونه بیاد بنویسی که کجا بوده به کجا رسیده، چطور میاندیشید حالا چطور میاندیشه. ما در واقع برعکس عمل میکنیم. ما همه مناسبات فرهنگی ما و همه مناسبات رسانه‌ای ما رو به این سمت میبره که یک تصویر ارائه بدیم، یه قاب ارائه، یه فیگور ارائه بدیم، یه چیزی که به نظر کامل میرسه، به نظر همه چیزش خوب میرسه و این خیلی با فرایند هنر و هنرمند بودن فرق داره. اگه این زیاد بشه که راهی هم جز مستقل نداره، چون متاسفانه جایی که از تو حمایت بشه پولی یا اداری معمولا این امکان براتون نیست، نه لزوما از قانون ها، نه بازار، مخاطب. وگرنه الان من خبر دارم موسیقی پاپ گیلکی الان رو بورسه، یعنی خواننده‌ها تک و توک فهمیدن که این فروش میره و براشون خوبه و بعدم تو عروسی‌ها ازشون میخوان که اینو بخونین و اینا میتونن برن بخونن، کلیپ هم میدم بیرون و کلی براشون درآمد داره و کلی لایک و فالوور داره و اون لایک و فالوور مشتری‌های بیشتر و تهیه کننده‌های دیگر میاره براشون و این هی ادامه پیدا میکنه. یعنی هنرمندی که الان داره کار سخیف تولید میکنه و بهانه میاره که برای دفاع از موسیقی گیلکی این کارو میکنم، من میتونم بهش بگم که تو خیال راحت باش، دیگه نگران نباش، الان اتفاقا شواهدی ما داریم که هست، همه چی هم هست. تو لطفاً اگه به فکر کمک به این زبان و به این فرهنگی یا تلاش کن که یه چیز خوب بسازی. به همونطور که تو خودت گفتی دیگه، واقعا دیگه این چیزی که تو گفتی رو این هم من حرف زدم همونه. آدم دلش تنگ میشه که یه موزیکی بشنوه بعد مثلا، یا نه اصلا چه میدونم یه روز غروب با دوستاش بگه ببین اون موزیک بود پارسال ما شنیده بودیم، میدونی دوباره اونو بشنویم. نیست، فارسیش هم والا نیست. یا بچه‌ها من اون داستانی یادتون هست 6 ماه پیش خونده بودیم، اون شعر یادتون هست، کدوم ما اینطوریم؟ این همه گالری و نمیدونم همایش و ایونت و ماشاءالله اصلا رونق وضعیت آدم ببینه فکر میکنه کسی ندونه ما کجاییم، فکر میکنه مثلا فرانسه مثلا قرن 19 اینقدر رونق
همه جا همایش و نمیدونم گالری و ایونت و رخداد و پرفورمنس آرت، ولی مگه میشه یه اثر هنری مثل این شاخه‌ها درخت به پیرن آدم گیر نکنه، مثلا تو دوباره برنگردی بهش؟ ما مثلا مگه آشورپو رو، من الان آخرین باری که از اخیراً گوش کردم، نمیتونم بگم آخرین بار، ولی غیر از آخرین بار قبل از اون شاید 3 سال بود آشورپو گوش نکرده بودم، ولی شاید بگم هفته یه بار یه کار از آشورپو رو زیر لب زمزمه میکنم. خب نداریم دیگه، نداریم برای اینکه هنرمند این شکلی نداریم. من تو مقالم درباره شعر گیلکی، چون یه خورده دیگه بدنامم شدم، یعنی منو متهم میکنم به اینکه همش پاچه میگیرم و معمولا هم خیلی نقد و نمیپسندن و با الفاظ اخلاقی در واقع متهم میکنن که طرف از خود راضیه، نمیدونم فلانه، ولی خب اونجا سعی کردم خیلی مؤدبانه در نهایت توضیح بدم که بابا همه این داستانهایی که ما گفتیم نهایت به اینجا میرسه که ما در درصد بالایی از هنر و فرهنگ فاقد چیزی به نام استعداد هنری هستیم و استعداد چیز ذاتی نیست، از همون دو عامل میاد. نداریم. ترانه‌سرای گیلکی می‌خوایم دیگه، شاعر گیلکی می‌خوایم. آقا بیشتر از 50% شاعرها و ترانه‌سرای ما الان کسانی هستند که توی فارسی، معذرت می‌خوام اینو میگم، هیچی نشدن، فکر کردن گیلکی عرصه بی پهلوان، میدون من پهلوان نیسه، اگه بیان تو یه دونه سینی پاره کنن همه براشون کف میزنن و اومدن. اکثرا هم در دوران چلچلی و پنجاهی و شستی، در واقع بعد از بازنشستگی خودشون تشریف آوردن، ولی اینجوری نیست، چون که عرصه اصلا این نیست. عرصه اونجایی که طرف داره ظرف میشوره، ترانه زیر لب زمزمه میکنه، اونو دیگه کسی نمیتونه هیچ جور دیگه به دست بیاره، هیچ راهی نداره. لایک، نمیدونم اینستاگرام، کامنت، پی ام سی تاثیر میذاره، ولی باید یه چیز اولیه‌ای باشه دیگه، اون متاسفانه نیست و اینو باید براش فکر کرد. فکر کنم قدم اول همین گفتگوها و نقد هاست که باید خیلی بیشتر از این باشه. بله. یه نفری شاید بتونه یه ذره، یعنی قدم اول رو زودتر از هنرمند برداره. به هر حال یه هنرمند باید عوامل مختلفی درش اتفاق بیفته تا به اون مرحله برسه که واکنش درست به موضوع جامعه خودش نشون بده. ولی یه نفری هست که همین فردا میتونه این کارو بکنه و اون مدیر فرهنگیه، یعنی کسی که مدیریت میکنه پول رو برای تولید اثر هنری، یا کسی که خودش در واقع هزینه میکنه برای اینکه اثر هنری تولید بشه. خب من تو میدونیم که توی گیلان آدمایی که بخوان پول خرج کنن برای تولید اثر هنری کم نیستن، انگشت شمار نیستن، بیشتر از انگشت شمارن. این آدم، آره، من مثلا تو شهر خودم خیلی از اتفاقات مستقل هنری با پول آدم‌های معمولی برگزار میشه. دولت 0 تومان در سال برای فرهنگ انزلی هزینه میکنه، همه با پول آدم‌های معمولی، نه آدم‌های خیلی پولدار، آدم‌های معمولی اداره میشه در واقع فرهنگ اون شهر. بنابراین در کل گیلان هم و شهرهایی که در واقع مثل انزلی شهر فقیری نیستن هم این اتفاق باید بیشتر باشه. این آدما به نظرت باید از کجا شروع کنن؟ یعنی اینا چجوری باید عناصر مختلف این فرایند رو کنار هم بذارن تا یه اتفاق اینجوری مثلا در سال یک اتفاق اینجوری سامان بدن؟ خب اینجا من اول یه توضیح بدم. ببینید مدیریت فرهنگی اگه به عنوان یک مفهوم، یک کانسپت بگیریمش، چیزی که در واقع دو چهره داره. مدیریت فرهنگی باز به ویژه از اوایل دهه 70 خیلی مطرح شد تو ایران و تو دانشگاه رشتهش در واقع فارغ التحصیل خیلی گرفت و اصلا موضوعی شد که دیگه در واقع حکومت اون رو به عنوان اسم رمزی برای همون مدیریت فرهنگ به جای اون برخورد اولیش که برخورد سرکوب و سانسور اوریان بود اتخاذ کرد. در دانشگاه، در قالب مدیریت‌های فرهنگی و جاهای دیگه هم به همین صورت. به نظر من این شکل از مدیریت فرهنگی ادامه همون سانسوره، ولی به شکل هوشمند. اما این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه بحث مدیریت امر فرهنگ، اون چیزی که تو داری میگی و مسئله مهمیه.
یعنی ما تعارف نداریم. من اصلا از اون دسته افرادی نیستم که دنبال در واقع چیزی به نام هنر غیر کالایی باشم. برای اینکه ما در زمانه زندگی میکنیم که همه چیز کالایی میشه و واجد ارزش مبادله میشه. اون چیزی که چپای مکتب فرانکفورتی و مثلا با اونا هیچ نسبت اصلا نمیفهمم اون چیزا رو. یعنی یه چیز در واقع اندیشه متافیزیکی بیشتر. هنر میتونه یه جایی، اثر هنری میتونه یه جایی در واقع وارد معامله و مبادله نشه، ولی تماما، یعنی از اون بومی که تو میخری تو بازار روش نقاشی کنی تا اون مقدار کالری که مصرف میکنی تا جون داشته باشه دست داستاناتو تایپ بکنی، همش به تو میگه که اینجوری نیست. بنابراین پول توی هنر مطرحه. ما از قدیم، در واقع از زمانی که سرمایه‌داری در ایران به یک شکلی نضج یافت، شکل گرفت، همونطور که توضیح دادم ویژگیش جوری بود که هنر در اینجا مثل اروپا اون مناسبات پولی و مالی رو پشت خودش نداشت. در نتیجه ما زیاد داشتیم هنرمندان ذوقی، هنرمندانی که برای چیزی غیر از پول کار میکردن و خب نتیجهش هم این بوده که توی حوزه‌های ما رشد نداشتیم. این خیلی فرق داره. ولی فرق بین نقاشی که سفارش میگیره، نمیگم کار سفارشی میکنه، سفارش میگیره کار میکنه، یعنی میشینه پشت بومش میگه که من باید این تابلو رو بکشم و این کار منه. باز از مؤسس حالا مثال میزنم، خیلی زیادن این کار کرده دیگه، کار خودش هم کرده، یعنی کارایی هم کرده که سانسور شده، اصلا خورد شده، حذف شده. منظور من کار سفارشی کردن نیست. منظور من قرار گرفتن در این مناسباتی. تو دیگه اون آرتیزا، اون اوستاکار بودنه اینجا معنا داره دیگه. اوستاکار بنایی که واسه دل خودش بنایی کنه که دیگه معنا نمیده، اون یه چیز پیش آمدنه. این در گیلان به طرز جالبی ممکنه. خانه فرهنگ نمونه شد دیگه. این ساختمان جدید خانه فرهنگ واقعا اتفاق درخشان بود. حالا کار ندارم بعد از اون چه اتفاقات بدی افتاد به خانه فرهنگ، به چه ورطه‌ای افتاد. اتفاقا توسط گروهی که قائل به یه شکلی از مدیریت فرهنگی بودن با اون تعبیر اولیه و گروهی که در واقع قائل به اون اندیشه در واقع سنتگرا و گیلانشناس بودن. ولی به هر حال خود اون اتفاق خیلی بزرگ بود. توی شهری تو میتونی اینقدر پول جمع کنی، میشه، حتما میشه. پتانسیل بالایی نشون میده. تبلیغات پشت مجله‌های فرهنگی رو ببین، همین مجله‌های گیلانشناسانه، آدم متوجه میشه. این خیلی مهمه. ولی فردی آروین جان تقریبا میشه گفت ناممکن. فردی تا زمانی ممکنه که توی شهر تو یه فرد معتبر و مورد اعتمادی باشی و بتونی در واقع این کار پیش ببری. تو تجربه خانه فرهنگ هم نصف قضیه اگر به دوش اعتبار خانه فرهنگ بود، نصف قضیه به دوش اعتباری بود که آدم‌هایی توی اون شهر داشتن و این کار کردن. ولی به نظر من این اتفاق اگه بخواد به درستی بیفته باید قبلش نهادسازی هم کرد. یعنی مؤسسات فرهنگی مستقل. مسئله استقلال خیلی مهمه. به دلایل تاریخی استقلال از نهادهای سیاسی و جناحی برای ما خیلی مهمه. برای اینکه اعتماد مردم از ما سلب میشه. بنابراین خیلی لازمه که مستقل باشیم. ولی جدای از این مسئله اون شکل از در واقع جمع کردن توان مالی و یه جورایی گردوندن امور فرهنگی به کمک یک مقدار پول که بتونه بهش کمک کنه، نیازمند یک شکلی از مدیریت فرهنگیه که فرق داره با اون مدل. و من اون رو در واقع در قالب NGO ها و مؤسسات فرهنگی میبینم که باید تأسیس شن، باید محل اجتماع و اجماع آدم‌هایی باشن که دغدغه دارن و درگیرن و بتونن مدل‌هایی از مدیریت رو تجربه کنن که دموکراتیکه و مستقل. و در اون مدل‌ها که حتما آزمون و خطای زیادی خواهد داشت تو جامعه‌ای که ما هیچ نهادی نداریم که عمرش از 10-15 سال بیشتر، 10-15 سال که خیلیه، کمتر حتی. و فکر کنم مسیر اینه. من فکر میکنم راه همینه. باید تو این حوزه به اون چیزی که میخوای برسیم. مرسی. من یه خسته نباشید میگم به این 39 نفری که تا این ساعت با ما بودن. واقعا دمتون گرم. خسته نباشید. و همینجا اگه در آخر صحبتی باقی مونده و بهش پرداخته نشده میخوای بفرمایید، در خدمت هستم. داشتم
نه ما الان این همه گپ بزنیم دیگه واقعا حرف آخرم به منصبی میبده باید شک بکنید در سلامت عقلمون. نه دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که با هم صحبت بودیم. زکونم تشکر ندونم کین آنلاینن که نه، امیدوارم که هر کی ایسابو می گبون اینو به ارزش بداشته که سب بکنه و کسایی که در آینده اینن و امیدوارم که اینجور گفتگو و بگوشتو بیشتر همون. دمتم گرم. انشاءالله. مرسی، خیلی لذت بردم از صحبت کردم با همینجا. امیدوارم که توی وادی‌ها و ساعت‌های دیگه بتونیم اینو ادامه بدیم. مرسی. منم خیلی خوشحالم. شکر. چاکرم. خداحافظ.